اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. همونطوری که جلسه های گذشته اشاره کردم، شناخت دقیق ذهن یعنی هستی شناسی کامل. شناخت دقیق ذهن یعنی انسان شناسی جامعه غربی و مدرن. شناخت دقیق ذهن یعنی معرفت شناسی جامعه. پس سه حوزه کامل در فلسفه. این که ما نسبتمون با هستی چیه، یعنی جهان بینی ما. این که انسان شناسی، نگاه ما به انسان چیه، و این که اصلا سازوکار معرفت رو ما چطور میبینیم. این سه تا ریشه در شناخت مفهومی دارن به نام ذهن. تا ذهن رو خوب نشناسیم، تبیین نکنیم، تدقیق نکنیم، منتظر ادراک واقعی از مسئله مهم معرفت انسان و هستی نباشید. اگر حالا از نقطه مقابل شروع کنیم، در واقع اگر اشکالی در هستی شناسی امروز میبینید، اگر اشکالی در معرفت شناسی امروز میبینید و اگر اشکالی در انسان شناسی میبینید، جامع نیست، ناقص، ضعف‌ها و اشکالات عجیبی داره، ریشه در یک نکته داره. محل برآیند این سه ذهن و با اشکالاتی که در مورد ذهن و ذهن شناسی وجود داره، طبیعی است که ما بپذیریم در معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی مشکلات عدید است. حالا شق چهارم این سه لایه میشه خداشناسی در فلسفه، و اونجا که خب دیدید در تلقی اینها ذهن خداست. Mind is God. وقتی چنین ادعایی میکنن که ذهن همون خداست، حالا وقتی میای توی جهان هولوگرافیک و بعدم میاد سراغ ذهن‌های این چنینی، اون ذهنی که خدا بود، همه ذرات عالم رو برای شعور قائل بودید، شما میرسید به پانتئیسم آقای اسپینوزا که کل عالم طبیعت خداست. یعنی همینطوری که بدن هر یک از ما میلیون ها سلول داره، هر سلول خودش واجد اون مناسبات دی ان ای است و همه مسائل وراثتی ما رو در خودش داره. هر یک جزء سلولی ما عناصر شاکله همه پیکره ما رو در متن خودش داره. پرونده دی ان ای که تو هر سلولی هست به همه قابل تصوری. به همین نسبت هم همه عالم سلول های خداست. یعنی توی نگاه آقای اسپینوزا، نگاهی که بهش میگن پانتئیسم یا همه خدایی، مثلا ماها هر کدوم یه سلول خدایی. خدا رو با طبیعت و عالم ماده یکی گرفتن. با نگاه به اصطلاح باروخ اسپینوزا، با نگاه اتمیسم دموکریتوس در عصر یونان، با نگاهی که در دوره جدید بحث پیدا کرد با مالبران، با لایبنیتز، این اسمشو گذاشت مونادولوژی. این ذرات امروز در فیزیک کوانتوم برای این ذرات وقتی هوشمندی قائلن، اتفاق صرف دانش فیزیکی نیست که شما تصور کنید این یه چیزی بود تو 50-60 سال پیش مطرح شد. نه، این ریشه همه اینها برمیگرده به حرف 2500-600 سال پیش دموکریتوس در اتمیسم، در ذره گرایی، و این آرام آرام تا به امروز آمده. امروز شما خیلی راحت مسئله مهم نگاه آقای اسپینوزا در اینکه همه عالم خداست، اینکه همه عالم رو تبدیل کنیم به بدن خودمون، تمام این سیاره ها، ستاره ها، هر کدوم یه سلول باشه در وجود خدا و اون کل پیکری هستی، کل هیکل و پیکری خدا باشه. تا اون نگاهی که میرسه به آقای لایبنیتز در مناد، هر کدوم از منادها، اساس فلسفه لایبنیتز مونادولوژی، هر کدوم از منادها اساس این قضایا هستن. پس اسپینوزا، لایبنیتز، تا میرسید به دوره جدید و این بحثایی که شروع شده. سه شقش این بود: هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی. شق خداشناسیشو که بهش اشاره نمی‌کنن چیه؟ خود ذهنه. حالا این کدوم ذهن؟ ذهنی که حاصل جمع این قضایاست. این فاجعه رو شما ببینید از نظر معرفتی در چه عمق فلسفی براش نظریه بافی کردن. اگر صرفاً در قالب کتاب ها بود، خب ما مشکلی نداشتیم، کتاب علمیه تو محیط دانشگاهی است، همونجا هم میریم جوابشو میدیم. اما امروز این بحثا وارد انیمیشن ها شده، وارد بازی کامپیوتری شده. این مسائل در حوزه فیلم ها و سریال ها عمومیت پیدا کرده. ذره ذره باور بدنی
به اصطلاح اجتماع انسانی، افرادی که کم سوادن، بی سوادن یا سواد تخصصی در حوزه‌های دیگه دارن ولی در این مسائل این ریزه‌کاری‌ها رو نمیدونن، یک هجوم وحشتناک و سراسری به باورهای انسان‌ها شده، اینها رو داره تخریب میکنه. از این جهت ما چاره نداریم جز این که مطالعه جامعی در مستر پلن، در واقع اون طرح استراتژیکی که تهیه می‌کنیم در اون مستر پلن در بخش شناخت انسان، تکلیفمون رو با مفهومی به نام ذهن روشن کنیم که گفتم ما تو قرآن چیزی به نام ذهن نداریم. این چیزی که شما می‌بینید روبروی مفهومی است به نام فؤاد در قرآن. خب اینو اول باید حدش رو مشخص کنیم، نسبتمون رو روشن و شفاف کنیم که هیچ کس این کارو نکرده. ما متاسفانه کتاب مناسبی تو این زمینه ننوشتیم. هیچ کدوم از دانشگاه‌های ما تو این زمینه درس و واحد درسی مشخصی ندارن. بیشتر از همه به فلسفه غرب مربوطه. در بخش فلسفه ذهن ما توی ایران هیچ درس رسمی برای مسئله فلسفه ذهن نداریم. درست نشریه براش داریم، اما اون بیشتر مطالعات معرفت شناسی تا فلسفه ذهن. هیچ کس شناخت دقیقی از ذهن، ابعاد، چارچوب، حدود و ثغور اون نداره. مادامی که این روشن نشه، اون 4 وجه معرفت شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی و خدا شناسی، هر 4 تاش مخدوش میشه. حالا یکیشو که میگیرن، یعنی خدا شناسی رو که میگیرن، خدا رو میگیرن خود ذهن، پس خدا شناسی همون ذهن شناسیه و به عکس. اون 3 تا هم که به تبع اون دارن تعریف میشن توی غرب. این مبانی نظری و تئوریک پاگانیسم، یعنی کفر، مبانی نظری کفر کیشی و کافر بودن، این چارچوبی است که اشاره کردم. اما قبل از اینکه قرار باشه به این موضوع بپردازیم که بعید میدونم این جلسه فرصتش بشه ما وارد اون بحث فلسفی بشیم، احساس کردم که با توجه به اینکه مهمترین واقعه فرهنگی کشور، یعنی جشنواره فیلم فجر، جشنواره 29م فیلم فجر تمام شد شب گذشته و 1 سال تلاش یک جامعه 5-6 هزار نفری فرهنگی هنری کشور، قصاره کارشون با 120 تا فیلم که 96 تاش به جشنواره رسید و مسائل و حواشی که داشت، یک ارزیابی و مرور بشه ببینیم نسبت به اون که گفتم توی دانشگاه‌ها شما منتظر این که کتابای این چنینی نوشته بشه نباشید، به خصوص اونایی که علوم انسانی میخونن میدونن که نیست. در این که توی سطح علمی این بحث کسانی تو این زمینه مطالب و نظریه‌هایی رو تو دانشگاه‌ها تدریس کنن که میدونید هیچ خبری نیست. اصلا همچین چیزی تو کلاس‌های روانشناسی، کلاس‌های فلسفه و غیره نیست. تو حوزه علمی هم هیچ خبری نیست. پس جامعه علمی ما که تو این زمینه تعطیله، تو این موج فرهنگی خاصی که داره میاد. میمونه این که ببینیم جامعه هنری ما چیکار میکنه، چون جامعه هنری اونا توی هالیوود که اینسپشن رو میسازه، توی جامعه هنری اونها سال قبلش آواتار رو میسازن، در سریال سازیشون که الان اوج این حرفا رو دارن در سریال فرینج میزنن. جامعه هنری ما کجاست؟ در طرز استراتژیک یک عنصر وجود داره به نام برآورد محیطی، مطالعات محیطی. این برآورد محیطی و مطالعات محیطی برای اینکه مشخص بشه چی دارید، وضعیت چیه، حریف داره چه کار میکنه روبروی شما. امروز اختصاص دادیم به این نکته. ببینید واقعا ما با یه فاصله 100 ساله از دانشگاه خودمون داریم این بحثا رو میکنیم، یعنی بحثایی داریم مطرح میکنیم که تو دانشگاه‌های ما یه تیکه‌هایش، مثلا برید توی دانشگاه فلان در رشته فیزیک یه قطعاتیشو در حوزه کوانتوم دارن بحث میکنن. میره توی دانشگاه‌های روانشناسی میبینید یک گوشه‌هایی از بخش مناسبات ذهنی رو در مسئله تربیت مطرح میکنن. میره توی فلسفه غرب هم یه دیدگاه‌هایی در مورد ذهن رو سر بعضی از کلاس‌ها میگن. هیچ وقت اینا رو یک پارچه و هماهنگ تدریس نمیکنن. درست شد؟ وقتی چنین فاصله‌ای بین این بحث‌ها با نظام رایج علمی ما وجود داره، ببینیم مردم که این فیلم‌ها و سریال‌ها داره پخش میشه از سراسر جهان تو اینترنت، در شبکه‌های ماهواره با اینا ارتباط دارن میبینن، یا در این شبکه زیرزمینی این دیویدی‌ها دست به دست میشه دست مردم و به خصوص نسل بعد یعنی دانشجوها. توی چنین شرایطی جامعه هنری ما چه کارنامه‌ای داره؟ چقدر این جامعه هنری تراز جمهوری اسلامی و تراز
یک نظام تمدنی پیچیده و یک نظام هجری متعالی است که میخواد زمینه سازی برای ظهور کنه. خب برای ارزیابی یا اصطلاحاً برآورد محیطی که ببینیم محیط ما داره چیکار میکنه، آدمای ما کجای این جغرافیا هستن، به این نتیجه رسیدم که یه جنبندی از این مهمترین جشن فرهنگی کشور که اسطوره یک سال تلاش همه افراد حوزه هنر در کشور محسوب میشه داشته باشیم، ببینیم که این سازوکار چطور رقم میخوره. جشنواره فیلم فجر امسال 29مین دوره خودش رو گذروند. در جشنواره 29 با وجودی که کشور به این سطح رسیده که شورای عالی سینما رو اندازی کنه، میدونید سینما جزء فرهنگ عمومی محسوب میشه، تابع شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شورایی وجود داره به نام شورای فرهنگ عمومی. سینما جزئی از فرهنگ عمومی محسوب میشد، اما اینکه نظام میاد اینو میاره بیرون از زیر نظر شورای فرهنگ عمومی که خودش تابع شورای انقلاب فرهنگیه و در سطح استراتژیکی در یک شورای عالی براش راه میندازه، خب این حساسیت نظام رو نشون میده. نکته بعد اینه که اینو از سطح یک معاونت در وزارت ارشاد میرن تبدیلش میکنن به سازمان سینمایی، یعنی سطح ساختار مدیریتی و اداریش رو هم بالا میبرن. این هم نکته دوم. نکته سوم اینه که در نظر آگاهان و کارشناسان اگر شما میگید ثقل جنگ نرم سینماست، مرکز و قلب جنگ نرم سینماست، شما برای جنگ سخت چه بودجه‌ای میذارید؟ بودجه‌ای که میذارید برای نیروی هوایی با همه هزینه بری اون سیستم، نیروی دریایی با همه هزینه بریش، نیروی زمینی با اون همه تانک و توپ و هزینه بریش. شما باید همین مقدار بودجه هم برای چی هزینه کنید؟ برای سیستم جنگ نرمتون. در سیستم جنگ نرم حرف و انگاری اصلی شما یک نکته است: چطور میتوانید و این قابلیت رو ایجاد میکنید که در جنگ نرم سینماتون ارتقا پیدا کنه. خب پس 3 تا اتفاق افتاده: یکی شورای عالی سینماست، دوم سازمان سینمایی، سوم این که به باور آگاهان و کارشناسان همون مقدار که بودجه امنیت ملی میذارید برای دستگاه‌های نظامی، همون مقدار باید بودجه بذارید برای حوزه سینما در مقابل هجومی که دشمن میکنه. و خب شما دیدید یکی از سربازانشون اینجا یک فیلم غیرقانونی داشته میساخته، سربازان جنگ نرم دشمن اینجا یک فیلم غیرقانونی داشته میساخته در فضای صحنه سیاسی. الان که جشنواره برلین همزمان داره برگزار میشه، تو جشنواره فیلم برلین تمام بنرهایی که اونجا زدن تمام عکس همین فردی است که اینجا دستگیر شد پارسال در قضایای سیاسی. یعنی حساب شده است برای دشمن این قضیه. دشمن یک سرباز خودش رو پاش میمونه و شما اینجا دیدید هر کی هم که میرفت جایزه بگیره که حتما باید یه یادی از اون فرد میکرد. درست شد؟ پس قضیه جدیه، یعنی یک جنگ در حال وقوعه. این که ببینیم کجای این قافله قرار داریم و کجای این چارچوب قرار داریم نیاز به ارزیابی در این حوزه داره. یعنی شما اگر مثلا استراتژیست سیاسی نباشید، استراتژیست نظامی نباشید، استراتژیست اقتصادی یا اجتماعی نباشید، بخواد در حوزه استراتژی فرهنگی هنری عمل کنید، یکی از برآورداتون اینه که سطح هجومی که دشمن داره میکنه رو باید برآورد کنید. خب سطحش مشخصه با چه جریان‌های مشخصی، از نمونه اینسپشن در هالیوود تا نمونه فرنچ در سریال هاشون داره صورت میگیره. سطح توانایی خودتون در مواجهه هم باید برآورد کنید. ما امروز میخوام سطح توانایی خودمون رو برآورد کنیم که با این سینما چجوری میشه جواب این حجم عمل دشمن رو داد. فکر کنید گارد جمهوری صدام حمله کرده آمده مثلا خرمشهر رو بگیره فرض کنیم، بعد شما جهان آرایید با 10 تا دختر و پسر خرمشهری که اصلا جنگیدن بلد نیستن، اسلحه ندارید. حالا 3 ماه بعد از اینکه از جنگ میگذشت، این مربوط به هویزه است. این نارنجک تفنگی اینو گفتم قطعا شنیدید. برای اینکه ببینید ما با تو چه سطحی این جنگ تحمیلی رو رسوندیم به اینجا و یک وجب کشور دست دشمن نموند. قضایای 16 دی که پیش میاد و اون درگیری که دانشجوی پیرو خط امام روبروی به اصطلاح تیپ 10 گارد جمهوری عراق داشتن نزدیک هویزه، اونجایی که بازدید مناطق جنگی میرید میگن اینجا به اصطلاح کربلای
شهدای هویزه هست، همین علم الهدا و افراد دیگه. توی اون درگیری اونجا زمین کاملا دشته و زمین دشت هم تانک خوره، تانک‌ها به سادگی پیش میان. روی اسلحه ژ3 یک نارنجک تفنگی نصب میشه شبیه مثلا بادمجون بزرگ. خب این چیزی نداره، این یک RPG که نیست، این نارنجک تفنگیه، فاصله زیادی هم نمیره. توی اون ظهری که این بچه‌ها اکثرا اونجا شهید شدن، قتل عام شدن، اون چند نفری که موندن یکیشون تعریف میکرد که فلانی این نارنجک تفنگی دستش بود، همه دراز کشیده بودن، این تانک‌ها می اومدن تو اون وضعیت و هوا و گرما. بعد بهش گفتیم خب شلیک کن بزن، میگفت بذارین تانک‌ها این که دارن میان جلو یه جوری بیان که اینجوری چند تاشون برن پشت هم دیگه. فکر می‌کرد مثلا 3 تا 4 تا آدم باشه یه گوله بزنی از اولی از آخری در بیاد. اگه نارنجک تفنگی رو بزنی به تانک اولی از تانک پنجمی در میاد. یعنی با این سطح از سواد اون روز دانشجوی ما اسلحه دست میگرفت یا دانش آموز ما رو به روی دشمن وای میساد. فکر نمیدونست که این نارنجک تفنگی یه بدنه به اصطلاح ظریف آلومینیومی داره و داخلش هم یه مقداری مواد منفجر است. این گلوله نیست که سوراخ کنه تانک رو بره تا مثلا 3 تا از اون بعدی در بیاد بره تو تانک بعدی، از تانک بعدی در بیاد بره تو تانک بعدی. منتظر بوده که اینا بیان پشت هم دیگه حالا یه دونه نارنجک تفنگی دارن رو بزنن. امروز در این جنگ نرمی که داره صورت میگیره و باور مردم رو داره نابود میکنه، وضعیت ما از اون وضعیت سال 59 به مراتب بدتره. برای اینکه ببینید چقدر بدتره، یکانهامون اون سازمانایی که باید جلوی این قضیه بایستن برای مردم باورسازی کنن، شما ببینید تو چه شرایطی قرار داریم، همین چیزی که در 10 روز گذشته رخ داد و نوع جهتگیری که در سینما وجود داره و اینکه بسیاری از اینا جهتگیریشون جهتگیری همون دشمنه، برای اون دارن کار میکنن. دست میزنی اینجا بهشون، اونجا جشنواره هاشون رو توی کن، توی ونیز، توی برلین و جای دیگه آرایش میدن برای اینا. توی این شرایط نوع نگاهی که حالا یه استراتژیست باید داشته باشه به صحنه نوع متفاوتی است. چه کار باید کرد توی این قضیه؟ با این اتفاقاتی که در طول این مدت افتاده، امسال سینما تولیداتش 2 برابر شده بود، حدود 2 برابر، یعنی 120 تا فیلم ساخته شد با وجود همه این تحریم ها و انقلت ها و بیماری هایی که از بعضیا بروز پیدا کرد. به خصوص در فضای خانه سینما بعضی حرکت های عجیب و غریبی کردن. 120 تا فیلم ساخت، 96 تاش رسید به جشنواره. 96 تاش رسید به جشنواره، حدود 1/3 یعنی 33 تاش انتخاب شد برای بخش مسابقه. تا سال گذشته 22 تا فیلم برای بخش مسابقه انتخاب میشد. در واقع در 10 روز 11 روزی که دوره دهه فجر بود، روزی 2 تا از این فیلم ها میشد 22 تا، یعنی 2 تا گروه باید اینها رو دو تا گروه 11 موردی فیلم انتخاب میشد. امسال 3 برابر بود، یعنی 3 تا 11 مورد و این حجم از کار هم طبیعتاً باید آنالیز خاصی روش صورت بگیره. فیلم‌های بخش مسابقه به 4 دسته کلی تقسیم می‌شدن که حالا باید ببینیم اصلا نیازهای جامعه رو جوابگو بودن یا نه، یا با دغدغه‌های اجتماعی امروز ما ساخته شدن یا نه. از این 4 دسته بخش قابل توجهی از اینا در حوزه سینمای اجتماعی بودن، یه بخش قابل توجهی در حوزه سینمای فلسفی بودن، یه طیف سومی در حوزه سینمای استراتژیک و یه تعداد محدودی هم در سینمای طنز. خب موقعیتی که در ساختار آثاری که وجود داشت از نظر آرایش و چینش این فیلم ها برای اینکه بتونه نیازهای فرهنگی، معرفتی و مسائل پوشش باورها رو صورت بده، اگر بپذیریم که کسایی که این فیلم ها رو ساختن اعتقاد دارن به این حرفا و فکر نمی کنن که سینما انترتینمنته، یعنی صرفاً پدیده و وسیله است برای سرگرمی، بلکه احساسشون اینه که سینما مثلا عامل هجوم از سوی دشمن، از این سو هم یک هجوم متفاوت رو رقم میزنه.
در سینمای فلسفی شاخص‌ترین فیلمی که وجود داشت که جایزه ویژه رو هم به خودش اختصاص داد، فیلم آسمان محبوبه. فیلم آسمان محبوب فیلمی است که حوزش جهان موازی و جهان پارالل. حوزش جهان موازی و جهان پارالل. جالبه بدونید که یکی از این کتاب‌هایی که در مورد ذهن هولوتراپیک و جهان هولوگرافیک هست، ترجمه 10-15 سال گذشته، یعنی این کتاب ترجمه 10-15 سال گذشته کارگردان همین فیلمه. یعنی اینکه فعلا هنوز منتقدین یا خیلیا تو این گیر کرده سوزنشون که دلیل انتخاب این فیلم چه بود، اینه که مثلا اگر آواتار در 2009 یا 2010 انسپشن در فضای اسکار مدعی میشوند، همزمان با اون موج جهانی که بحث جهانهای موازی رو مطرح میکنه، فیلم در واقع آسمان محبوب هم توی همون فضا داره جهان موازی رو مطرح میکنه. منتها این پارالل یونیورس و جهان موازی که اینجا مطرح میشه مبتنی بر همون در واقع جهان هولوگرافیکه. پس یک بار از این زاویه نگاه میکنیم که سطح همترازی آثاری که ساخته میشه تو این چارچوب چه ویژگی داره. اینجا در نظر بگیرید ما داریم آثار رو بررسی میکنیم، افراد رو بررسی نمیکنیم، کاری به عقبه و پیشینه و سابقه افراد نداریم. در داوری داریم بحث میکنیم که هر اثری منهای این که چی نوشته چی گفته، خود اینو که کی نوشته یا کی گفته اونو میذاریم کنار، خود محتوا رو ببینیم چه چارچوبی داره. لذا مسئله جهان موازی در فیلم آسمان محبوب یک جایگاه ویژه‌ای داره. یک آقای دکتر شایانی است، پزشک در بیمارستان ناراحتی داره، میره پیش دوستش که متخصص مغز و اعصابه. توی MRI یک آزمایش روی این انجام میدن و معلوم میشه که این تومور مغزی داره، در مغزش یک تومور داره. این به هم میریزه، سوار ماشین میشه، بی هدف رانندگی میکنه، میاد تو جاده بیرون شهر و تصادف میکنه. حالا از دره میفته پایین، تصادف میکنه. فرض کنیم مثلا به اغما رفته یا مثلا مرحله پیش از مرگش بوده، اما اینطوری دیده میشه که پیرزن پیرمرد نیاز به کمک دارن، توی فضای بارانی میاد کمک اونا میکنه، اینا رو میبره تا روستا، چون پزشک به درد اونا میرسه، کمک میکنه به اونها. تا توی روستا متوجه میشن یه پزشکی پیدا شده، همه آدمای دردمند و در واقع مریض میان برای درمان. وقتی این بحث تمام شد، آرام آرام بیماری خودش یادش میاد. اونجا کسی قبلا به نام آقای دکتر محبوب مردم رو درمان میکرده، حالا مرده، میخوان براش یک مقبره درست کنن. افرادی هم اونجا هستن داروهای گیاهی به خصوصی دارن که میدن این بیماری درمان بشه. این نوع گیاهی که این بیماری رو درمان میکنه، بیماری آقای دکتر شایان رو، اسم همین خود روستاست و از اینجا کار رو آغاز میکنه. در نهایت این اون دارو رو مصرف میکنه، حالش خوب میشه. بعد که حالش خوب شد برمیگرده توی فرایندی و تازه معلوم میشه که این یک سفر در زمان داشته، سفر زمانی داشته. بعد که با همون دوست پزشکش مجددا اون آزمایش MRI رو روش انجام میدن و معلوم میشه تومورش از بین رفته، میان با هم دیگه به اتفاق اون روستا رو پیدا کنن، میرن میبینن اون روستا یک مخروبه است. یعنی حداقل مثلا 50 سال 100 سال پیش اون روستا وجود داشته. یک سفر زمانی، یعنی از جهان امروز میرن به یک جهان موازی که یک گذشته بوده، میره اونجا درمان میشه، تومورش شفا پیدا میکنه، چون همه دستشون بالاست موقعی که این داره شفا پیدا میکنه. اون خانم ها تو اون روستا دارن براش دعا میکنن تا این شفا پیدا کنه. حالا یه رگه هایی از اعتقادات بومی محلی و دینی رو هم در این وارد کرده. به اون تند و تیزی بحثای علمی که شما در سریال فرنچ میبینید نیست، بلکه بخشی از نرمی و لطافت فرهنگی ایرانی و اسلامی رو هم در خودش داره. اما آسمان محبوب
دغدغه کسی بوده که امروز و دیروز هم نیست، یعنی بیش از 10 دهه بوده که کتابای انجیل رو ترجمه می‌کرده و در آثارش می‌آورد. لذا شاخص‌ترین فیلم سینمای فلسفی در این حوزه آسمان محبوب بود. فیلم دوم بنمایه فلسفی فیلم سیب و سلما بود. در فیلم سیب و سلما همون داستان شناخته شده قدیمی که فردی میره یک سیبی رو در کنار یه باغی میبینه، اون از یه درختی میفته، اون سیب رو میخوره، بعد متوجه میشه که خب این باغ صاحب داره، باید بره از صاحب و مالک اون باغ اجازه بگیره در مورد این سیبی که خورده. یکی یکی از باغبان شروع میکنه، میرسه به صاحب اصلی، بعد معلوم میشه صاحب اصلی خانم دانشجویی است که دانشجوی فلسفه است. این خانم دانشجوی فلسفه باغ بهش به ارث رسیده از پدرش، خیلی خودش اونجا توی محل حضور نداره. تعجب میکنه، یک دانشجوی فلسفه تعجب میکنه یک طلبه جوان یه سیبی رو خورده، حالا این همه را اومده کوبیده که بیاد حلالیت به طلبه که چرا همچین سیبی به اصطلاح یک اجازه نداشته، نباید میخورده و حالا خورده. این بحث مطرح میشه که چه میگه سیب که ارزش نداره، میگه چه یک سیب چه 10,000 تا سیب. مسئله حرام و حلال، مسئله مالکیت. خب اون خانم تازه متوجه قدرت خودش میشه که حالا این به عنوان مالک یه قدرتی داره، میتونه از این خیلی چیزا بخواد. خب 2 روز 3 روز اونجا نگرش میداره و این مجبور میشه مثلا برای پدر این کلی قرآن بخونه، تعلق خاطر بهش پیدا میکنه، آرام آرام از اون ذهن خشک فلسفی نزدیک میشه به مسائل اعتقادی، اما تو همون مناسبات زنانه. و خب در آخرین لحظات هم این رها میکنه، میره، نمیمونه. در نگاه اول درست، بله ما باید حرام و حلال رو مراقب باشیم و اون چیزی که اهمیت ویژه پیدا میکنه اینه که بدانیم مالکیت هر کس بر هر چیزی چیست و یکی از رعایت حدود الهی اینه که حدود دیگران رو هم ما پاس بداریم. حرف زیبا رو باید در قالب یک چارچوب زیبا زد. سیب در هنر نماد پرده بکارت. یه فیلم بیرون جشنواره بود، بیرون مسابقه بود، به این داخل این 33 تا فیلم نبود، به اسم فیلم پایان دوم. اون رو یه جوانی ساخته بود، چون توی این جشنواره از 4 نسل سینماگر فیلم وجود داشت. نسل جدید موج جدی رو ایجاد کردن، جوانای 25-6 ساله 30 ساله فیلمای زیادی آورده بودن. در کنار نسل بالای 70 ساله ها که مربوط به سینماگران قبل از انقلاب هستن که یکیشون همین آسمان محبوب رو ساخته، در جهان موازی یک کسی هم فیلم جهان موازی ساخته به نام پایان دوم، منتهاش این حرکت رو به جلو داره. یعنی یک خانومی است با کامپیوترش میره توی موزه‌ای میشینه، از اون موزه با یک کسی ارتباط برقرار میکنه. در داخل اون موزه فقط اون کامپیوتر، فرض کنید سیستم ADSLش به گونه‌ای است که وصل میشه، لن میشه و میتونه تعامل داشته باشه. حرکت رو به آینده داره. بعد با همون فردی که آشنا شده، اون مرد جوان، اون بهش میگه که من شرایط پروژه‌ای که سفارش دادم برای ساختن یک موزه پذیرفته شده شرایطش و میخوام یک موزه بسازیم. به سادگی اون دختر جوان بهش میگه که جذابیت زیادی نداره، من اون موزه رو دیدم. یعنی چیزی رو که تو میخوای بسازی، جامعه‌ای رو که میخوای بسازی، من قبلا رفتم در آینده اون رو دیدم، برگشتم آمدم. با این لحن نمیگه ها، نه، فقط خیلی انگاری کلی اون رو مطرح میکنه. پس در ابتدا و انتهای جشنواره 2 تا فیلم جهان موازی بود. یه فیلم جهان موازی بود که رفته بود به گذشته، در گذشته اون بیمار آقای دکتر شایان درمان شده بود. اما در فیلم پایان دوم یک حرکت در جهان موازی به سمت آینده بود. یعنی رفته در آینده، بنایی که قرار ساخته بشه رو، ساخته شدهش رو دیده، داخل اون نشسته، از طریق کامپیوترش یک تعامل ارتباطی با عالم بیرون برقرار کرده، برگشته. این یه موج فرهنگیه. حالا جالب، من با همین کارگردان جوان وقتی صحبت می‌کردم، خیلی از این انگارا رو خودش نمیدونست، اما در اثر زیاد دیدن این فیلم هایی که موج جهانیه داره میاد و مطالعه این آثار، یک فیلمنامه این چنینی نوشته که نسبت به نسل اول سینما
که فیلمی میسازه مثل آسمان محبوب، نسل اولی که توی این گروه امسال بودن، گروه نسل چهارمی یک فیلم جهان موازی پیشتاز رو میسازه که در جهان موازی میره به آینده، نمیره به گذشته. مثل اینکه یک کسی بیاد به شما بگه جامعه مهدوی رو داریم طراحی میکنیم، جامعه هجری رو، شما قبلا رفته باشید در عالم موازی، اون جامعه رو دیده باشید، میگید من اون جامعه رو دیدم، ابعاد و ارکانش رو میشناسم. یک نگاه تازشی رو به جلو. خب این دست فیلم ها فیلم های فلسفیه، فیلم های دینی نیست. یعنی پایان دوم یا آسمان محبوب فلسفیه. سیب و سلما هم یک فیلم فلسفیه. این که ما هنوز به این مرحله نرسیدیم که حرف دینی رو بتوانیم در قالب اثر سینمایی بزنیم، این که در مورد دفاع مقدس فیلم میسازیم دینی نیست، داریم در مورد یک اتفاق جنگی فیلم میسازیم. این که در مورد انبیا و ائمه فیلم میسازیم دینی نیست، ما داریم در مورد یک واقعه تاریخی فیلم میسازیم. در مورد مؤلفه های دین فیلم ساختن اونو میکنه دینی. لذا همونطوری که همیشه گفتم، اگر شما آمدید در دانشگاه نهاد نمایندگی ولی فقیه تو دانشگاه ایجاد کردید، این پدیده دانشگاه رو دینی نمیکنه. دانشگاه ذاتش سکولاره، یعنی مؤلفه های علمیش، محتوای علمیش و چارچوبی که تدریس میشه سکولار و غیر دینیه. این باید مد نظر باشه. در اثر هنری هم همین. سومین فیلمی که در حوزه فیلم سینمای فلسفی ساخته شده بود فیلم آلزایمره. جامعه آلزایمر گرفته که اسیر فراموشی و نسیانه، در یک غفلتی به سر میبره. یک خانومی 20 سال پیش همسرش در یک سانحه تصادف یا کشته شده یا مفقود شده، به یک نسبتی نیست. این خانم همچنان آگهی میده برای اینکه ببینه اون پیدا میشه یا نه. فردی که دچار فراموشی هست رو میارن توی میدون رها میکنن، میگن تو همینی که تو این مجله عکسش، تو این روزنامه عکسش آمده گم شدی. خب این خانم وقتی این رو پلیس میگیره و رو در رو میکنه، این خانم میپذیره که این همسر خودشه که گم شده بود حالا پیدا شده. اما برادر همسرش و برادر خود این خانم همه مخالفت میکنن که این فرد شیاده. این آگهی رو دیدن، فرستادنش توی خانواده اینها برای اینکه سرکیسه کنن اینها رو. تمام این فیلم کشمکش بین این پذیرش یا عدم پذیرش این فردی است که حالا وارد خانواده اینها شده. یک جور اگزیستنس، یعنی در تلقی کیرکگوردی تا تلقی هایدگری یک جور اگزیستانسیالیسم شاخص که فرد قبلا هیچی نبوده، حالا که آمده دیگه شده شوهر، دیگه وجود داره. ایمانی که این خانم به این فرد داره، اونجا اون روحانی محل میگه کاش همین مقدار که اینقدر این ایمان به این فرد داره ما هم ایمان به خدا داشتیم. منتهاش این محل اشکال دوستان، چون تا انتهای فیلم ما نمیفهمیم که این آقا واقعا شوهر این خانم هست یا نیست. دوست شیادش که از زندان آزاد شده میگه ما تو زندان روزنامه رو دیدیم، احساس کردیم که این چون دیدیم قیافه این خیلی شبیه اون عکسی که توی روزنامه است، این رو آوردیم که بیاد نفوذ کنه. گفتیم سنگ مفت گنجشکم مفت. اگر رفت و پذیرفته شد که این همون کسی است که عکسش توی روزنامه آمده، میریم سهممون رو میگیریم. کما اینکه از زندان مرخصی میگیره، دنبال این میاد سراغ این که سهم منو، حالا که اومدی تو این خانواده شدی مسئول این خانواده، سهم منو بده. ما متوجه نمیشیم واقعا اینا زن و شوهر بودن یا نه و این مرد همون مرد واقعی این زن هست یا نه. اما ایمان این خانم به این فردی که پیدا شده یک ایمانی است منهای شناخت. خوب دقت کنید، فیلم فلسفی درسته تو صورت ظاهر ما یک مباحثی از رگه‌های اعتقادی و ایمانی می‌بینیم و حرف اون روحانی در فیلم بسیار تاثیرگذاره که ای کاش اینقدر اینکه این ایمان به این فرد داره ما ایمان به خدا داشتیم. اگر ایمان ما به خدا هم عین ایمان این خانم به این فرد باشه، منهای شناخت باشه، فاقد ارزشه. بت پرستی از کجا میاد؟ طرف بالاخره میخواد ایمان بورزه، به یه چیزی میخواد ایمان بورزه. حالا یه کسی به کرکس ایمان میورزه، یه کسی به خورشید، یه کسی توی هند به گاو، یه گروهی توی تایلند و ژاپن آلت جنسی میپرستن، یه گروهی به اصطلاح ماه رو میپرستن، یه گروهی خودشونو میپرستن، یه گروهی هم خدا میپرستن. این که انسان در دوره‌های مختلفی از زندگیش بت پرست شده، دلیل بت پرستی اینه که فقط میدونه فطرتاً باید یه چیزی بپرسته،
فطرتاً باید بنده باشه، عبد باشه. حالا این بندگی و عبودیت در نسبت با کی نمیدونه، یه سری چوب و آجر رو میذاره جلوشون سجده میکنه. پس اون که تأکید میکنه خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، مفسرین میگن این لیعبدون پایش در لیعرفونه، یعنی خلق نکردم جن و انس رو الا این که منو بندگی کنن. خب تأکید میشه که الا لیعرفون، یعنی بشناسید و بندگی کنید. اگر کسی خدا رو نشناخت و بندگی کرد که قبول نیست. علی علیه السلام میفرماد من خدایی که نبینم رو نمیپرستم. چشم خدابین که بتوانیم خدا رو ببینیم، بعد آگاهانه این خدا رو، همونطوری که یه بت رو میبینیم جلوش دلا راست میشیم، خدا رو هم چشم خدابین داشته باشیم، دل ما بتونه خدا رو رؤیت کنه بعد بپرستیم. فیلم آلزایمر علیرغم این که دست روی مسئله مهمی گذاشته، غفلت عمومی و مهمتر از اون مقوله‌ای به نام فراموشی و نسیان عمومی رو رقم میزنه، این که این فرد نیست که این شخصیت اصلی فیلم نیست که عین یک کودکه به همه چی دل میبنده، با همه زود آشنا میشه، فراموشکاره، بلکه اونی که فراموش کرده همه جامعه ان، یعنی همه اونایی که پلیسن، برادر اون فرد، برادر همین فرد، برادر خانم اون، همه آدمایی که عاقل تلقی میشوند اونها مسیر رو گم کردن. لذا در فیلم آلزایمر هم ما با یک فیلم فلسفی روبرویم، برخلاف آنچه که در طول این چند روز گذشته در رسانه‌ها اعلام شد که یک فیلم دینی است. ما با یک فیلم فلسفی مبتنی بر فنومنولوژی هوسرل و نگاه شاگردش هایدگر در اگزیستانس روبرویم. خب جوهرش چیه؟ جوهرش اینه که این خانوم هنوز مطمئن نیست واقعا این شوهرشه. آزمایش کردن خونش رو، معلوم شد که این بچه، و چون یه دختر داره از اون آدم، دخترش دانشجوست، آزمایش خون گرفتن، اقدامات پزشکی انجام دادن، نیروی انتظامی، همه جوابها منفی بود. آشنایان و اطرافیان هم که میگن این برادره نیست، یعنی خود برادرش هست، خود برادر خانومه هست، ولی خانومه اصرار میکنه که این شوهر خودشه. ایمان آوردن منهای شناخت دوستان بنمایش در اگزیستانسیالیسم، یعنی آقای کیرکگورد که اصلا از پرسش از ایمان شروع کرد، در اگزیستانس اصالت وجود اینجوریه که اول هیچی نیست، بعد میشود، بعد پدید میآید. این که این حالا یه کسی رو میخواسته ایمان رو بهش معطوف کنه، اعتقاد خودش به این رو معطوف کنه بهش و اون رو رقم بزنه. این رو باید مد نظر داشته باشیم و چارچوبش رو ببینیم. پس آلزایمر هم در دسته فیلم های فلسفی توی این مسیر رقم میخوره. فیلم برف روی شیروانی داغ که برگرفته است، اسم فیلمی است که پل نیومن، الیزابت تیلور و دیگران تقریبا 40 سال پیش بازی کرده بودن به اسم گربه روی شیروانی داغ. داستان زندگی یک فرد شبه روشنفکر، شاعری است که وصیت کرده وقتی مرد بدنش رو بسوزونن. برای دیالیز با یک راننده آژانسی هر چند روز یه بار میره بیمارستان. اون راننده آژانس عکسی از کودکی پیامبر آویزون کرده جلوی ماشینش و اون رو میبینه. برای چشمان پیامبر، کودکی پیامبر، شعری سروده که آخرین شعرشه. یا حالا برای مصارف پزشکیش یا از مشروب الکلی استفاده میکنه یا از، عرض به خدمت شما، مواد مخدر. کارش میکشه به دادگاه. اطرافیان، مردم اون محل هماهنگی هایی باش دارن. 4-5 تا شاگرد داره که شاعرن، باهاش همکاری میکنن. خانم منتقدی است که علی‌الظاهر فرد فاسد و ابن الوقتی است. اینها اطرافیان، اینم فرزندم نداره، وارثش برادرزادشه که میاد همون شبی که این میمیره، هنوز به صبح نرسیده، همه مرده‌خورها از راه میرسن. شبکه‌های تلویزیون خارجی که زنگ میزنن مثلا 100 میلیون بدن برای اینکه مراسم سوزوندنش رو پخش مستقیم کنن که حالا مجوز داده نشده برای سوزوندنش، هر کی از طرف خودش. و این به وسطای شب که میرسه همه یکی که قهر میکنن میرن. یعنی بیکسی این فرد روشنفکر به صورت جدی نشون داده میشه. حس و حال و هوای روشنفکری دهه 40، دهه 50 و دهه 60، حتی دهه اول بعد از انقلاب هم درش کاملا ملموسه. اونی که اهمیت داره اینه که
اصطلاح برف روی شیروانی داغ که در قسمتی از فیلم گفته میشه، یکی از شاگرداش بهش میگه که شما عین برف روی شیروانی داغید. خب برف روی شیروانی داغ آب میشه دیگه، اما این آب شدن جریان و سیلان نداره. یعنی انقدر نیست که وقتی این برف آب شد تبدیل به یه جریان بشه، مثل یک رودخانه جاری بشه و تاثیرگذار باشه. نیست. همون گونه که شما در طول این 4 دهه گذشته 5 دهه گذشته دیدید جریان روشنفکری هیچ وقت نتونسته مردم رو دنبال خودش داشته باشه، یا عزلت نشین شده و کافه نشین کنار نشسته، یا اینکه یه مواقعی که اومده تو صحنه مخالف و مغایر مردم حرف زده، روبروی مواضع مردم بوده. هیچگاه جریان روشنفکری در کشور ما پیشتاز و پیشقراول مردم نبوده. استثناءً یه دور در قضیه حسینی ارشاد در مسجد هدایت و در مسجد الجواد یه کلاسای آزادی بود، مثلا در حد 500 نفر 1000 نفر شرکت می‌کردن. غیر از این موارد استثناء که حالا بخش عمدهش به روشنفکر دینپایه، یعنی آدم روشنفکری مثل طالقانی و مطهری برمیگشت، اون موارد استثنایی که شریعتی استثناءً در 50-60 جلسه در حسینی ارشاد حرفایی میزد که فهم میشد توسط به خصوص نظام دانشگاهی، اون استثناء رو بذارید کنار. نه شاعر به اصطلاح این جریان از اون خانومشون که مثلا معشوقه یک فیلمساز مدرنیستشون بود که حالا تو مدرنیته و تو تلقی‌های فمینیستی مخالف تعدد زوجاتن، اما خود اون آقای گلستان و این خانومی که توی شعر در واقع قبله بعضی از این مدرنیستا محسوب میشه، خب این دوست دختر، زن صیغه‌ای یا زن دوم اون فرد محسوب میشد. حالا پسر همون آدم، پسر مثلا همون ابراهیم گلستان، وقتی میاد امروز در مورد پدرش صحبت کنه، از دل مشغولی های مادرش و اون جهتگیری های این خانوم که قاپ پدرش رو دزدیده بود توی مباحث باید بگه دیگه. هیچ وقت علی رغم این که در طول این 4 دهه مدام اشعار اینها در واقع نگاشته شد و چاپ شد، هیچ وقت در بدنی جامعه عمومیت پیدا نکرد. یا اونایی که نمیدونم بازی‌هایی مثل شعر سپید و نکاتی از این دست رو گفتم، همیشه ادبیات در واقع شعر و ادبیات و داستان کلیدر چند جلد هیچ وقت تو جامعه نگرفت این حرفا. یعنی هیچ وقت نتوانستن پیش قراول باشن. به حوزه علم و فلسفه هم که میان در بحث‌های نظری و تئوریکشون به قول خودشون در اون قبیله‌ای حرف میزنن. حرفایی که میزنن خودشون مینویسن، خودشون هم میخونن. کس دیگه‌ای این شعرها رو نمیخونه، کس دیگه‌ای این فیلم‌ها رو نمیبینه. یه جریان خاص، یه جریانی که فقط نگاه میکنه ببینه توی کن، توی ونیز، توی جاهای دیگه نگاه به فیلماشون چیه. یکیشون که همیشه عینک به اصطلاح آفتابی میزنه، چند سال پیش بهش گفته بودن آقا فیلمات که نمیفروشه، گفته بود من فیلم میسازم مردم از زندگی ماشینی فرار کنن برن توی سینما استراحت کنن، برن بخوابن. خب مردم مواد مخدر هم استفاده میکنن، این لحظاتی نباشن در زندگی مادی. مردم مشروب الکلی هم ممکنه مصرف کنن که بعضیا که نباشن. پس اگر قرار شد پویایی نداشته باشه اثر هنری، شعر، ادبیات، فیلم سینمایی، تفکر فلسفی، حرکت نداشته باشه، خب حرف آقای مارکس چی بود؟ میگفت دین افیون توده هاست. اون جایی که شعر و ادبیات حرکت ایجاد نمیکنه، فیلم سینمایی حرکت ایجاد نمیکنه، به تعبیر غربی‌ها انترتینمنت، اول همشون می‌نویسن انترتینمنت یعنی سرگرمی، خب اینم افیون توده هاست دیگه. حالا بدتر اونی که شما رو خواب میبره، کاری میکنه که شما به خواب برید، شما برید لحظاتی در سینما بخوابید. نمیتونن فیلمی بسازن که مردم ببینند، نمیتونن فیلمی بسازن که جذابیت داشته باشه. این حرفو میزنن. یه سلسله فیلم یه بنده خدایی ساخته بود، اینا اکران نمیشد داخل کشور. 4-5 سال پیش عید، این آقای طالبزاده نادر با اون بنده خدا کارگردان نشستن هر شب توی شبای عید، آخر شب یکی از این فیلم‌ها رو نشون بدن. یه اخوی ما داریم از این افای روشنفکری می اومد، گفت بله چرا این فیلم‌ها رو مثلا توقیف کردن، نشون ندادن. آقا شب اول نشستن، بعد از اینکه توضیحات تمام شد با خود آقای کارگردان، فیلم اول شروع شد، آقای طالبزاده هم مجری بود. 10 دقیقه اول این خوابش برد. حالا امروز خیلی خسته بود رفته دید و بازدید. فردا شب فیلم دوم پخش شدم، گال بود چی بود، آقا دقیقه 6 خوابش برد.
شب سوم، شب چهارم بلند شد خمیازه کشید، قبل اینکه بره بگیره بخوابه گفتش که خوب شد این فیلمو اصلا به نمایش در نیامده. خب آقا فیلمی که میسازید کسی نمیبینه، این چه سینمایی است که کسی دنبالش نمیره؟ پس شعر و ادبیات و داستان و کتاب فلسفی و فیلمی که جریان روشنفکری میسازه کسی دنبالش نمیره، ترجمانش تو این فیلم برفروی شیروانی داغه. شاعری که وقتی میمیره تنهاست، شاگردان مدعیش یکی پس از دیگری رهاش میکنن و این میسوزه، یعنی شم میفته، اون نفر آخر که میره در رو محکم میکوبه، همه اومدن دنبال ارث و میراث، شم میفته روی اون ملافه و آتیش میگیره و بعدم البته انتهاش نشون داده میشه که اینا توی قبرستونا دارن به اصطلاح مزار رو بالا سر مزارش وایستادن دارن دعا میخونن، نفهمیدیم بالاخره سوزوندنش، دفن شد. اما همینه، جریان روشنفکری ما هیچ وقت نتونسته پیش قرابل مردم باشه. هیچ وقت جریان روشنفکری ما نتوانست جلوی مردم را بره، مردم دنبال اون برن. هیچ وقت نتونست وقتی 100,000 نفر یه جای جمع میشن یه بالنگو دست بگیره 4 تا کلمه بتونه حرف بزنه که مردم به اون حرف اون سوت و کف بزنن. بله، در جلسات بسته دانشگاهی 500 تا صندلی یا در یک جشن مثلا فرض کنید سینمایی رو 1000 تا صندلی یا همچین آدمای جمع میشن، اما یادتون باشه اون 500 نفری که ببینید در یک دانشگاهی که 25,000 دانشجو داره، اون 400 500 تایی که جمع میشن اونا نماینده جامعه دانشگاهی نیستن. فراموش نکنید اونایی که حرفه‌ای میرن فیلم میبینن و صبح تا شب کارشون این حرفاست، جمع میشن توی یک فضای سالونی که مناسبات سینمایی داره، اینا نماینده فیلم بین‌های جامعه نیستن. سال اکران گذشته در جمهوری اسلامی، سال اکران یعنی سالی که از دهه فجر تا دهه فجر بعد فیلمایی که نشون داده میشه میاد روی پرده. در سال اکران گذشته جمهوری اسلامی 50 میلیون بلیت فروش رفته. یعنی به تعداد این 74 میلیون ایرانی هر یک نفر یک بار بلیت خریده باشه فیلم دیده باشه هم نداره. سینمای ما بیننده نداره. 50 میلیون نفر کلا بلیت فروش رفته. حالا یه قلم مثلا اخراجی ها فرض کنید 7 میلیون فقط اون فروخته، فایده نداره. یعنی یه 2-3 میلیاردش که مال فیلم ملک سلیمانه، 7 میلیاردش که مال اخراجی هاست، چیزی نمیمونه. 4 تا پوپک مش ماشاءالله و نمیدونم پشتک بارو. این سینما سینمایی نیست که جلوی کریستوفر نولان بایسته با دستورالعمل خوابش که همون بحث اینسپشنه. این در به اصطلاح سوشال نتورکش که فیلم شاخص 2010 هست در مسئله سازوکارهایی که فیسبوک و سایر این حوزه ها دارن، قابل رقابت نیست در اون نظام جهانی آینده. لذا برفروی شیروانی داغ ترجمان خوبی است از جامعه روشنفکری ایران که جامعه واداده است، جامعه است که با اطرافیانش ارتباط برقرار میکنه اما نمیتونه حرکت اجتماعی ایجاد کنه. یه جامعه است که مریضه. ظاهرا توی کشور ما با روشنفکری سیگار عجینه، با روشنفکری مثلا اهل عرق و ورق بودن عجینه. خیلی عجیبه شما روشنفکر ببینید سیگاری نباشه، روشنفکر ببینید اهل این دود و دما نباشه، روشنفکر ببینید سر و وضعشو نخواد عین اینا کنه. حالا یه روزی سارتر و کامو و سیمون دوبو و دیگران میرفتن توی کافه می نشستن، این یقه پالتوهاشون رو میدادن بالا، روزنامه رو هم لوله میکردن میذاشتن بغل جیبشون، کافه می نشستن. اینجا هم یه بساطی بوده، یه کافه‌ای بوده، یه گروهی میرفتن می نشستن از این ادعا در می آوردن. الان شما به این جماعت هنری نگاه کنید، این کلاه خاصی می‌زنن سرشون، موهای عجیب غریبی لباسه، یه متفاوت بودن رو یه جوری میخوان نشون بدن، اما حرف متفاوتی هم وجود داره نیست. اینا رو هر یه دونه‌شو بخوای بنمای فلسفیشو در بیاری، اون اشکالات التقاطی که در ذهن هنرمندی است که این حرفو ازش تراوش کرده بروز پیدا میکنه. فیلم بعدی در حوزه سینمای فلسفی فیلم باد و مه و یک حب قند بود که چیز خاصی ندارن. یعنی سازندگان اینها به قدری تردید در آرا و نگاهشون به مناسبات اجتماعی وجود داره که توی المان‌ها و گزاره‌هایی که در ساخت اثرشون آوردن این حرفا گم شده، لذا خیلی قابل توجه نیست. بخش دوم بخش
سینمای اجتماعی است که شاخص‌ترین آثار رو توی این بخش وارد کردن. در سینمای اجتماعی جوان یه فیلم ساخته، مرگ کسب و کار من است، که مربوط به بخشی از آحاد جامعه روستایی است که در فقر زندگی میکنن، چاره‌ای ندارن، میرن کابل‌های برق رو از دکل‌ها میدزدن. فیلم سیاه، خشن و بیرحمی است در یک فضای سرد محیط برفی که لوکیشن و بک‌گراند همه صحنه‌ها سفید روشنه، سیاهی‌ها، رنگ‌های تیره، خون، اون حاصل اون خشونت‌ها و زد و خوردها، و اینکه این چرخه تکرار میشه. یعنی بعد از اینکه گروه اول نابود شدن، گروه دوم را میافتن برن این کار رو انجام بدن و این سلسله ادامه داره. یک نگاه بیرحم و خشن، اما جسارتی که جوانی که اینجوری فیلم ساخته، اون جسارت قابل تحسینه. ولی سینمای اجتماعی با بنمایه هایی که از این حیث داره. فیلم بعدی آینه های روبروست. همونطوری که یکی از مسئولین سازنده این فیلم در انتهای تیتراژ فیلم آینه های روبرو آورده، در مورد ترنس هاست، یعنی کسایی که ماهیت دو جنسیتی دارن. خانم جوانی است که در واقع میخوان شوهرش بدن به زور و این در واقع میخواد بشه یه مرد دو جنسیتیه. یک خانم متدینی کمکش میکنه تو این مسیر. آینه‌های روبرو هستن، یعنی خانم متدین آینه روبروی این خانمی است که میخواد تغییر جنسیت بده. همونطوری که در تیتراژ پایانی فیلم از قول خود عوامل سازنده و مسئولان سازنده این فیلم آمده، از هر بنا به نظر کارشناسان از هر مثلا 200,000 نفر یک نفر در ایران یه همچین مشکلی داره. یعنی میشه از هر مثلا فرض کنید 1 میلیون نفر چند تا، بعد در هر 74 میلیون ببینید مثلا کلا چند نفر. یعنی یک فیلمی که میتونه خیلی خوش ساخت باشه، که خوش ساخت هم هست، انسجام داشته باشه از نظر قواعد درام و نکاتی از این دست، بازی‌های قابل قبول داشته باشه، کارگردانی خوبی داشته باشه، اما به موضوعی میپردازه که مسئله جهانی نیست. ببینید امروز در فضای گلوبالایز شدن، یعنی گلوبالیزیشن و مسئله جهانی شدن و جهانی سازی، شما دو ویژگی باید به اثرتون بدید. یکی این که جهانی حرف بزنید، یکی این که حرف جهانی بزنید. جهانی حرف زدن و حرف جهانی زدن معناش این نیست که ما انرژیمون رو میذاریم مثلا در مورد ترنس ها که دغدغه چند نفر آحاد جامعه هست. بعدم بلا فاصله زیرنویس انگلیسیش میکنیم و تیتراژ انگلیسی، چون میدونیم به این دست فیلم ها که از ایران بیاد بیرون جایزه میدن توی غرب. چون رئیس جمهور ایران گفته که مثلا همجنسگرایی و غیر و ذالک وجود نداره، پس طبیعتاً توی دانشگاه کلمبیا گفته، پس طبیعتاً منکر بعضی بحث ها به نام مثلا دو جنسیتی ها و غیره هست، در صورتی که مسئله دو جنسیتی ها سال هاست در ایران مسئلهش حل شده. مراجع اعزام تقلید و شخص رهبری مسئله فتوای شرعی این رو صحه گذاشتن. دستگاه قضایی نامه میده، کسایی که دو جنسیتی باشن بیمارستان‌هایی در سطح ایران هست که برای درمانشون مراجعه میکنن، این موارد رسما انجام میشه. حالا بله توی خانواده ها از نظر فرهنگی مشکلاتی وجود داره، سخت برای خانواده ها پذیرش این قضایا، اما اینکه آن سوی مرزها برای اینکه چنین فیلم هایی از ایران بره بیرون سوت و کف میزنند و ما همیشه نگاهمون مخاطب خارجی باشه. این بلا سر کی آمد؟ سر کیارستمی آمد. کیارستمی اون حرکتی رو انجام داد، یه گروه رفتن دنبالش، یه سری فیلم ها ساخت فقط برای ونیز و برای کن و برای جای دیگه، رفت و هیچ وقت دیگه کیارستمی سینماگر ایران نبود، سینماگر مردم ایران نبود. سینماگری بود که اگرم داخل میومد فیلم میساخت، فیلمش رو برای اونجا میساخت، برای خوشایند غربی ها. یه گروهی هم دنبالش افتادن، یه گروهی از نسل جوان افتادن دنبالش، همونجوری شروع کردن فیلم ساختن و این اثر خودش رو گذاشت. این فضا رو با جهتگیری جشنواره‌های خارجی و آدرس دادن ایجاد کردن. الان هم هر فیلمی از ایران بره بیرون سیاه باشه، تاریک باشه، رو بعضی موارد که یا نگاه دینی خط قرمزها و تعارضایی رو تعریف میکنه اون رو به چالش بکشه، یا اینکه در کلام مسئولان جمهوری اسلامی حرفی آمده باشه که معارض این باشه. بله غربی ها رو این جایزه میدن، اما این آدرس غلطی است برای این هنرمندان. هنرمندی که با ذائقه عناصر جشنواره برلین و کن و ونیز فیلم بسازه، نه با ذائقه مردمی که سینما نمیرن،
مردم سینما روی مملکت این 32 میلیون نفری هستن که روز 22 بهمن در سراسر شهرهای ایران اومدن بیرون. چه چیزی این 32 میلیون نفر رو پای گیرنده تلویزیون یا توی سالن سینما میکشه؟ اگر اینو کسی کشف کرد میتونه بگه که مثلا سینما با بنمایه نگاه ایرانی رو شناخته، حرف جهانی و جهانی حرف زدن هم بلد. والا برای گروهی خواص که جمع میشن توی سالونی در حد 500 600 نفر یا نهایتا 1000 نفر، منتقدن، فیلمسازن، حاشیه سینما هستن، سوت و کف میزنن، اینها نماینده فیلم بین های جامعه نیستن ها. کما اینکه اونایی که توی اسکار، توی کن یا توی کن توی فرانسه، برلین یا ونیز در ایتالیا جمع میشن تو اون جشنواره ها، اونها هم نماینده بدنی مخاطب نیستن. اونها عمدتاً سینماگر حرفه‌ای ان، منتقد حرفه‌ای ان. لذا یک فیلم اجتماعی مثل فیلم آینه های روبرو باز مسئله رو روش دست میذاره که مسئله جامعه نیست. فیلم اینجا بدون من باز مناسبات زندگی 3 نفره. یک خانومی همسرش از دنیا رفته، با پسر و دخترش زندگی میکنه، پسرش توی کارخونه با خودش کار میکنه و انبارداره، دخترش هم یه پاش فلج معلولیت جسمی داره، لذا خیلی سختش از خونه بیرون نمیاد، در حسرت و آرزوی شوهر. مادره مثلا تا همکار پسرش رو میبینه 1000 جور نقشه برای دخترش و اون میکشه و در انتهای فیلم یک فضای خاصی برای این قضیه به وجود میاد. فیلم های سرد و در واقع با وجودی که خب خیلی تلاش شده که استحکام درام داشته باشه و ساخت خوشی داشته باشه، اما تاریک بودن و این عام نبودن این مسئله باز ضربه زده. فیلمی هست سعادت آباد، توی لوکیشن یک ساختمون، توی محل یک ساختمون 3 تا زوجن، یک خانمی برای شوهرش جشن تولد داره میگیره، شوهرش روابطی بیرون داره با خانمی که مربی بچه‌شونه یا نگهدارنده بچه‌شونه، تجارت میکنه سر این اون، کلا میذاره، کلا برداره. طبقه متوسط جامعه، طبقه بورژوا. یکیشون استاد دانشگاه است، با خانومش آمدن اینجا، خانومه برای اینکه مسافرت خارجی بره به کانادا، بچه‌شو بدون اجازه شوهرش رفته سقط کرده و اون آقا آدم حساس و غیرت ورز و بددلیه، مثلا همون آقای استاد دانشگاه. نفر سوم هم که مردی است که زنی با سن و شرایط و ثروت متفاوت تر از طبقه خودش رو رفته گرفته، حالا به اون با ثروت اون خانومه داره کار میکنه. 3 تیپ خانواده از طبقه‌ای که بورژوا نامیده میشه. این 3 تا گروه با همدیگه تعامل دارن و 3 تا گروه که نسبت به هم سوء ظن دارن، از همدیگه خیلی چیزا رو میپوشونن و مشکلات خاصی دارن. بله، ما الان بخشی از طبقه نوکیسه و تازه به دوران رسیده‌ای که همین جوری که معرفی میشه به زد و بندی رسیدن، به مسائل رسیدن. این طبقه وجود داره، این گروه در جامعه ما هستن، رو به ازدیاد هم هستن. چنین طیفی افرادی که یک چنین موقعیتی دارن. این هم یک لایه سینمای اجتماعی ماست. فیلم آقا یوسف در مورد کسی است که بازنشست شده، داره دوره بازنشستگیشو میگذرونه، دور از چشم دخترش، میره تو خونه های مردم کار میکنه. توجه به خانواده، توجه به پیشکسوتان و پیشینیان در این فیلم نگاه ارزشمندی است، اما ناجوانمردی و رفتار نامناسب بخشی از نسل بعد که هم دختر خود ایشون و هم جوانهای دیگر رو تو خانواده ها میبینه که به والدین بی احترامی میکنن، نوعی از چهره نظام اجتماعی رو رقم میزنه که مفهوم بالوالدین احسانا رو که در قرآن روش تاکید شده نقض میکنه. نشون میده بعضی از نسل‌های بعد بی تفاوتن نسبت به نسل‌های قبلی، اما جوانی رو هم نشون میده که همه زندگیش و همه دغدغش پدر پیرش و مراقبت و تیمار اون هست، که از این حیث این 2 دسته گروه رو در نسل بعد نشون میده از منظر یک بازنشسته‌ای که حالا تو خونه‌های مختلف میره اینا رو از نزدیک میبینه. فیلم ندارها یک کپی است از فیلم بانی و کلاید. حدود 30-40 سال پیش یک فیلم در سینمای آمریکا ساخته شد. خانم و آقای جوانی
با هم دست به یکی کردن، فرار کردن، ماشین دزدیدن و راه افتادن، بانک میزدن، سرقت میکردن، کارهای نابهنجار اجتماعی انجام میدادن و پولای گیر می آوردن به دیگران میدادن، به دیگران کمک میکردن. این اتفاق میافتاد. سرآغاز سلسله فیلم هایی شد بانی و کلاید که عمومیت پیدا کرد. چهره‌های رابین هودی که از اغنیا میگیرن به فقرا میدن. این یک تمه، یک جهتگیری خاصه در ادبیات. وارد سینما هم که شده باز همین بنمایه رو داره. در ندارها یک خانم جوانی با دو مرد جوان همسایه‌شون 3 نفری میرن از ثروتمندها میدزدن، به فقرا کمک میکنن، آرام آرام قوطه‌ور میشن در این کار خلاف و تا جایی که کیف و وسایل حجاج رو که توی اتوبوسشون هست رو اون با اتوبوس میدزدن و برای خودشون زندگی مجللی فراهم میکنن و بعد در نهایت همشون هم ناکام میمونن و یا کشته میشن یا توسط پلیس دستگیر میشن. این هم بالاخره در سینمای اجتماعی یه ژانره. اینکه بعضیا دوست دارن رابین هود معابانه یک از بدونی که خودشون تلاش کنن و مدلی راه مفری داشته باشن، از یه جای چیزی رو گیر بیارن و به سرعت و بلا فاصله دیگران رو مشکلاتشون رو مرتفع کنن. ارتباط خانوادگی اشاره داره به پدر مادری که از شهرستانی میان توی تهران به بچه‌هاشون سر بزنن. 3-4 تا پسر و دختر دارن توی تهران، هر کدوم اینها مشکلات عجیب و غریبی دارن. این فیلم برگرفته از داستان توکیو است. یه فیلم ژاپنی شاخصی وجود داره به نام داستان توکیو که در اون فیلم یک به اصطلاح پدر پیری میره توکیو به فرزندانش سر بزنه. اونا مشکلاتی دارن، درگیر کارن، امکان اینو ندارن. عروسی داره که اون ازش نگهداری میکنه چون پسرش از دنیا رفته، ولی اون عروسش هوای اینا رو داره. ارتباط خانوادگی تقریبا همون موقعیت رو دنبال میکنه. یک بخش دیگه از مسائل اجتماعی ما رو که بی‌توجهی به والدین هست و اینکه انقدر در زندگی مدرن و ماشینی امروز افراد سر خودشون رو شلوغ کردن که نمیتونن به والدینشون سر بزنن. فیلم جرم، فیلمی که به عنوان فیلم شاخص شناخته شد در این جشنواره، یک جور تکرار کارگردان هست. کارگردانی که 40 سال پیش فیلم گوزن‌ها رو ساخته بود با همون نگاه و مجددا سیاه و سفید، باز 2 نفر آدم که یکیشون مأمور میشه که از زندان میاد بیرون و مأمور میشه که توسط کسی بره یک کسی رو بکشه، اما توی مسیر با افراد و اتفاقات و وقایعی مواجه و آشنا میشه و در واقع از نظر خودش برمیگرده، منصرف میشه، میره همون کسی رو که بهش دستور داده بود این کار رو انجام بده، میره همونو میکشه. فیلم هیچ بنمایه فلسفی نداره، اجتماعی سیاسی، فضای مسائل سیاسی اون روز رو بازتاب میده که امروز هم میشه براش کدنمایی کرد، یعنی شبیه مسائل امروز بازسازیش کرد و این نگاهایی به این قضایا داشت. اما حکایت از این میکنه که سینمای نسل اول ما توی 40 سال پیش گیر کرده. یعنی سینمای نسل اول سینماگرانی که در جشنواره فیلم فجر حضور داشتن در 40 سال پیش مونده، از 40 سال پیش به این سو فیلم مناسبی تولید نکرده و مجددا یک رجعتی است به اون گذشته. حالا چرا این فیلم میشه شاخص در کنار فیلم از یک گروه نسل اولیه دیگه‌ای مثل فیلم آسمان محبوب؟ این رو در بخش توصیف فیلم نسل دوم سومی ها که اعوجاجات عجیبی دارن میتونیم ببینیم. علی ای حال فیلم جرم هم شاید باورپسند نباشه که امروز یک چنین شرایطی در جامعه باشه، ولی در خور توجه از این حیث بعضی بازی ها بسیار چشمگیره، وضعیت موسیقی، نوع در واقع صحنه آرایی، خود انتخاب لوکیشن ها و کاراکترها و شخصیت ها به هر جهت بضاعت نسل سینماگر 70 سال به بالای ماست. مناسبات اجتماعی، فیلم شاخصی که در حوزه سینمای اجتماعی جایزه آورد و از انسجام و قابلیت محکمی هم برخوردار، فیلم جدایی نادر از سیمین
دو طیف خانواده رو نشون میده. یک خانواده شبه مدرن مربوط به طبقه بورژوا که در حال فروپاشیه. این فروپاشیش نه به خاطر انگاره های شناخته شده و رایج، بلکه چون پدر مرد خانواده فردی است که دچار نسیان و فراموشی است، میخواد از پدرش نگهداری کنه. خانومش قائل به اینه که در اینجا بچهشون، دخترشون با دروغ بزرگ میشه. جامعه رو بنای تربیت دخترشون مناسب نمیبینه. فیلم با این شروع میشه که به جای قاضی در دادگاه، مردم که بیننده هستن دارن این دو نفر رو بر صندلی دادگاه میبینن که این خانم میگه من دخترمو نمیخوام اینجا بذارم بزرگ بشه، اینجا دروغ و دغل. و خب در طول ماجراهای فیلم ما متوجه میشیم که اون پیرمرد ماجرا کسی است که هوش و حواس مناسبی نداره و این پایبند به حفظ پدرش هست. این ارزش‌های خانواده رو، ارزش‌های توجه به والدین، توجه به پیران، به خصوص ناتوان‌ها و از کار افتاده‌ها رو برجسته میکنه که حائز اهمیت. این که مرد جامعه بین انتخاب بین همسر خودش و خانواده خودش با پدر خودش درگیره. همین رو در آقا یوسف هم در مورد یکی از شخصیت‌ها و پرسوناژها به یه شکل دیگه می‌بینیم که این رویکرد مثبتی است. این که نشون میده یه درگیری تو جامعه امروز وجود داره. عروس‌ها نمیخوان بپذیرن که پدر مادر همسرشون باهاشون باشه، کما اینکه عکس هم هست. ممکنه خانومی باشه که پدرش یا مادر از کار افتاده داره، میخواد اون رو نگه داره و مرد زندگیشون راضی و قانع به این قضیه نیست. در مقابل خانواده متدین و مذهبی سنتی وجود داره. اون دو نفر یعنی زن و شوهر مذهبی که بچه‌ای هم دارن، خانومش حامله است، چون اون مردشون مدتی است بیکاره، حالا تصمیم میگیره که خانومش تصمیم میگیره بدون هماهنگی اون بیاد توی خونه اینا کار کنه. مشکلاتی پیش میاد و اون خانوم یا حالا از پله میفته یا این آقایی که در این خانواده در واقع بورژوا هست، جامعه طبقه متوسط متمایل به پایین، هلش میده. این خانم بچهش سقط میشه. بعد معلوم میشه که اصلا ربطی به این قضیه نداشته و این بیرون توی خیابون تصادف کرده و ماشین بهش زده که بچهش سقط شده. تمام کشمکش از اینجا به بعد حول این هست که مرد اون میاد برای اینکه مطالبه کنه و دادگاه قتل نفس محسوب میکنه این سقط اون جنین رو و اینا به پای این میرسن که اون پول رو بپردازن. فقط ازش میخواد، از اون خانم متدین، که این قرآن، شما روی این قرآن دستتو بذار، قسم بخور که در اثر هول دادن من مثلا بچه تو این بلا سرش اومده. که اینجا دیگه اون خط قرمزه، یعنی اینجا اون مرحله است که اون خانم دیگه از اینجا به بعد حاضر نمیشه دروغ بگه و قسم دروغ بخوره. خب اول فیلم گفته شده بود که من بچه‌مو نمیذارم اینجا تربیت بشه، که اینجا جامعه است که درش دروغ رواج داره. در کشمکشی که در حوزه دادگاه دارن و رفت و آمدها، این دختره متوجه میشه که دختر خود اون آقایی که این درگیری رو به وجود آورده متوجه میشه که پدرش داره دروغ میگه به دادگاه. پس پدرش واقعا دروغ میگه. مرد متدین هم به دروغ میاد به زنش میگه تو برو بزن روی قرآن تا پولو بگیریم بدهی بدهکارا رو بدیم. اما اون خانم متدین چادری نمیپذیره. این دو دسته خانواده و کشمکش هایی که در نظام اجتماعی ما وجود داره بدون که نسخه پیچیده بشه، خب نقاط قوت یک اثر اجتماعی این چنین نیست که با یک فیلمنامه‌ای که انسجام داره، قواعد درام رو خوب رعایت کرده، بازی‌های خیلی تحسین برانگیزی داره، کارگردانی خوبی داره. این نگاهی که امروز دغدغه لایه‌های اجتماعی ما هست و اون استحقاق‌ها رو میتونه بروز بده، این تونسته به نمایش در بیاد. فیلم شاخص اجتماعی سینمای اجتماعی جشنواره فیلم جدای نادر از سیمین، فیلم جرم و فیلم آقا یوسف هستن که این سه تا این قابلیت رو داشتن این مسائل رو نشون بدن. البته فیلم آسمان هشتم هم در مورد کسایی که به حرم حضرت رضا میرن و شفا پیدا میکنن، مشکلاتی رو هست اونجا حل میکنن، اون هم هست که علیرغم مضمون خوب و زیبا اما از اون انسجام و قوام دراماتیک متاسفانه این آثار برخوردار نیست و با کمال تأسف آثاری که به مضامین دینی میپردازه
در همون لایه‌های شعار باقی میمونه و این خیلی دردناکه. فیلمایی که به ارزش‌های انقلاب، به دفاع مقدس، به نگاه‌های دینی و مسائلی از این دست میپردازه متاسفانه خیلی رو و در حد انگاره‌های شعاری باقی میمونه که خب جای تعمق داره. حوزه سوم مبحث سینمای استراتژیک هست. در این حوزه حدود تقریبا 8-9 تا فیلم شاخص به بخش مسابقه رسیده بود. مهمترین اینها فیلم 33 روز بود که همون نبرد 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل رو نشون میده. در بازسازی بعضی از صحنه‌های درگیری این فیلم موفق تانک‌های مرکاوای اسرائیلی و همچنین موشک‌های ضد تانک اسپیگات که شلیک میکنن و اون تانک‌ها رو میزنن، بخشی از واقعیت‌هایی که در صحنه جنگ 33 روزه از نظر تقابل تکنولوژی‌ها که تانک مرکاوا روبروی فرض بفرمایید موشک اسپیگاتی که اینها داشتن شلیک میکردن، چون 64-5 تا تانک مرکاوا توی اون درگیری منهدم شد، چون تانک افسانه‌ای است. این تانک مرکاوا رو زدن کار ساده‌ای نیست. و بخشی از دهکده کوچکی است، جوانانشون اونجا مقاومت میکنن، مسائلی وجود داره، کودکی به دنیا میاد، ولی متاسفانه اون انسجام دراماتیک رو فیلم نداشته و نمیتونه اون ارتباط رو بیرون از اون صحنه‌های اکشن و اون جلوه‌های ویژه نسبتاً مناسب و اون وضعیتی که اون توپ و تانک ها دارن، بیرون از اون وجوه دراماتیک رو خوب نتونسته ارائه کنه. لذا یک مضمون زیبا و عمیقی که ده‌ها و صدها فیلم و سریال میشه براش ساخت، مثل واقعه جنگ 33 روزه، خب دستمایه قرار گرفته. خوبه حالا این به عنوان آغازی باشه، نه اینکه همه قضیه. فیلم دوم فیلم خاک و آتشه. مسائلی که 100 سال قبل در سیستان و بلوچستان رخ داد، اون موقع ایران و هند بودن، هنوز پاکستان به وجود نیامده بود. مرز ایران و هند، چون هند در اختیار انگلیسی ها بود، انگلیسی ها از طریق سیستان و وارد بلوچستان می شدن و در منطقه بلوچستان خط تلگراف آورده بودن، درگیر میشن با بزرگان طوایف اونجا. و در فیلم خاک و آتش نوعی حریت، آزادگی، نوعی یک زندگی، یک چریکی که مثل رئیس علی دلواری در بوشهر یا تنگستان و دشتستان یا کسی مثل میرزا کوچک جنگلی در گیلان، این جیانت هم در بلوچستان مواجهه با این جماعت رو صورت میده. قبلا هم فیلم دادشاه ساخته شده بود، حدود تقریبا 25 سال پیش، 30 سال پیش، از ماجراهایی که در اون منطقه رخ داده. در ژانر سینمای استراتژیک توجه به این آثار حائز اهمیت، قومیت‌ها رو، عقبه به اصطلاح ظلم ستیزی و عقبه مواجهه با بیگانگان اشغالگر رو خوب نشون میده. جاش در سینمای ما خالی است. واقعا اثری مثل دلیران تنگستان که قبل از انقلاب ساخته شده بود، تأثیری که 2-3 سال بعد از پخش دلیران تنگستان با وقوع انقلاب ما میتونیم ردیابی و رصد کنیم، اینی که اثر سریال دلیران تنگستان و رئیس علی دلواری بر ایجاد روحیه حماسی و اون چیزی که 2-3 سال بعد در سال 57 تو خیابون‌ها بروز پیدا کرد اصلاً کتمان پذیر نیست. منتهاش کسی بررسی نکرده که واقعاً چه مقدار فضاسازی انقلاب برمیگشت به اون روحیه حماسی که سریال دلیران تنگستان ایجاد کرد. ما در تمام قومیت هامون مواردی مثل مضمونی که دستمایه فیلم خاک و آتش قرار گرفته رو داریم، اما از نظر ساخت، از نظر بعضی مسائل متاسفانه پروژه‌های سنگین و عظیم ضعف‌هایی دارن که خب این مشکلات رو ایجاد میکنه و طبیعی است فیلمایی که توی لوکیشن محدود، یعنی فیلمی که تو 2 تا اتاق ساخته شده، فیلم بردارش نمیخواد مثلا اعوجاج داشته باشه، کارش صدا بردارش راحته، بازیگرش موقعیتش راحته، تا یه فیلمی مثلا فیلم 33 روز که توی وسط صحنه درگیری تانک و توپ میخواد فیلم برداری کنی، صدا برداری کنی یا بازی کنی، یا مثل فیلم راه آبی ابریشم که میخوای تو 3 تا 4 تا کشور تو دریا و اقیانوس این فیلم رو بسازی. طبیعتاً مقایسه اینها دشواره، اما به هر جهت جرأت این که سراغ پروژه های بزرگ برن، این جرأت بایستی تشویق و حمایت بشه. فیلم سوم فیلم گلچهره هست که مربوط به افغانستان. در افغانستان
قبل از روی کار آمدن طالبان، بعد از رفتن نیروهای شوروی، کسی اراده میکنه که سینمای کابل رو احیا کنه، میاد از ایران تعمیرکاری میبره و دوربینی رو و پروژکتوری رو، آپاراتی رو برای نمایش سازماندهی میکنن، ولی طالبان روی کار میان، همه چیز رو نابود میکنن و بعد هم با آمدن نیروهای آمریکایی و اشغال افغانستان فضا تغییر میکنه. پرداختن به این مضمون هم زیباست، اما نقص‌ها و اشکالات جدی خب وارده. ما هجوم و سیطره طالبان رو خیلی خوب متوجه نمیشیم. یک اشکالی که بر سینماگران ما وجود داره، مثلا سینماگری که میاد گلچهره رو میسازه، چون میدونه مردم الان یه ذهنیت عمومی از طالبان دارن، میدونن افغانستان سقوط کرد، چجوری شد، گرفتن، بعد آمریکا اومد پس گرفت و نیروهای ناتو، دیگه سعی نمیکنن اون بخش رو پردازش کنن. حالا اینکه شما باید فکر کنید 30 سال دیگه نسلی میاد، اگه برگشتین فیلم رو دید، اون که دیگه ذهنیتی از طالبان نداره، از چگونگی تسخیر افغانستان نداره، باید یک جوری مطلب رو بگید کامل باشه. یا در فضای 33 روز، چون به طور نسبی شما 5-4 سال پیش تو جریان بودید که این جنگ بین حزب الله لبنان و اسرائیل در گرفت و آشنایی نسبی همه مردم نسبت به درگیری 33 روزه دارن. اما شما باید بیاید بپردازید به اینکه چه شد که این جنگ، این درگیری شروع شد و جغرافیای این کجاست. یک صحنه تیکه‌ای از نقشه. ببینید تمام فیلم‌های بیگ پروداکشن که رو زمین‌های بزرگ ساخته میشه یک تک تصویر نقشه نیاز داره. شما اینو توی ملک سلیمان ندیدید، لذا خیلی‌ها در مورد ملک سلیمان می‌نوشتن که ملک سلیمان پیامبری سوار بر اسب که از این ور میره به اون ور، چون هیچ کس نمی‌دونست مثلا زبولون به اریحا، مثلا بیت المقدس به کجا، یک نقشه‌ای که یه ذهنیتی باشه آقا اینا دارن از این شهر میرن به این شهر. یا در مثلا خاک و آتش این کجاست، یه لحظه، یه صحنه شما از بالا از یک نقشه جغرافیایی. یا در مثلا فیلم 33 روز که آقا این لبنان، این اسرائیل، این تیکه جنوب، حالا مثلا زوم میکنی، تمرکز میکنی که این درگیری تو این منطقه است. شمای کلی جغرافیایی از فضای اون مسئله رو ارائه نمیکنن، لذا مخاطبی که در جریان این قضایا نباشه مبهم براش و مبهوت میشه. یکی از داورا توی موقع دیدن فیلم 33 روز به من میگفتش که این کجایه، جاش کجاست، این درگیری کجاست. حالا شما تصور کنید که 20 سال بعد یه نسل توی نسل بعدی یه کسی بیاد، اون که اصلا دیگه تو جریان نیست که جنگ 33 روز کجا بوده، اون چه خواهد گفت. فیلم بعدی یعنی در مورد افغانستان هم همینه. باید واقعا نشون داد که چه شد که طالبان آمد گرفت. ما یک نفر طالبان میبینیم میره روی ماشینی با یه بلندگویی حرف میزنه، بیانیه صادر میکنه، این کارو نکنید، این کارو بکنید، این کارو، در صورتی که آمدن طالبان، بروزش و رفتارش چون خوب نمایش داده نمیشه، کار تو لایه‌های روح باقی میمونه. فرزند صبح که در مورد زندگی کودکی امام راحل رضوان الله تعالی علیه هست، اون هم از این مشکلات مبرا نیست. کودکی نشون داده شده، یک بچه‌ای که مربوط به لایه‌های بالای از میدون تجریش به بالا، کاملا پوست و موش، با یک بچه روستایی که در محیط روستایی تربیت میشه که نوع حمام و نوع مواد شوینده و موارد این چنینی نیست. در زندگی‌های روستایی کمبود یود یا مواردی از این دست، جنس پوست موارد دیگر رو رقم میزنه. به دلیل مشکلاتی که حمام‌هایی که جلو دست همه هست، امروز میتونن 2 روز یه بار حمام برن، مردم هفتگی باید حمام میرفتن. بیماری ها و موارد مشخصی بوده. بعضی از چیزا تو زندگی مردم رایج بوده، مسائلی مثل شپش و کک و ساس و اینجور چیزا عادیه تو اونجور محیط هایی که به اصطلاح دام و طیور و اینها اونجا وجود داره. حتی اگر شما بیاید امام رو مثل یک خان و خانزاده نشون بدید که اینجوری نشون داده شده متاسفانه. بعد کودکی که راه میره همه بهش سلام میکنن، این زیبنده نیست. ما چی رو میخوایم نشون بدیم؟ میخوایم نشون بدیم که امام از همون بچگیش یه چیز ممتازی بود، از همون بچگیش در واقع مورد توجه همه بود. احترام 90 سالگی 80 سالگی امام که انقلاب کرد رو نبریم شیفت کنیم به کودکیش. کودکی بوده، دیوار راست بالا میرفته، اون ویژگی بچگی خاص خودشو داشته. ولی ما به جای اینکه یک بچه‌ای که شکل و شمایل روستایی داشته باشه، به جای اینکه شما در تمام صحنه‌های فیلم می‌بینید این کودک هر کجا میره متکبرانه راه میره تا بزرگان که دارن رد میشن بهش سلام کنن. خب این با اون چیزی که ما توی داستان راستان از شخصیت امام حسن و امام حسین از قول مرحوم مطهری
خوندیم که به پیرمردا میرسیدن، میخواستن پیرمردا رو یاد بدن چجوری وضو بگیرن، تواضع امام معصوم در سن 5-6 سالگی. خب اینجا ما چطور میتونیم مثلا یک چنین نگاهی رو بپذیریم؟ حالا نکته جالبش هم اینه که امام رو دارن بعد نشون میده که امام رو دارن میارن سمت تهران از قم، کنار همین مسیر حوض سلطون و اینا دریاچه نمک. امام ماشین میسته که امام تیمم کنه برای نماز. امام تو این فیلم به اصطلاح متفاوت تیمم میکنه، یعنی 2 بار دستشو میزنه براتون، یعنی یه بار دست میزنه میاره بالا مس به اصطلاح صورت داره، بعد دوباره میزنه. بعد حالا تو یه فیلم دیگه خوشبختانه یه کسی دیگه این تیمم رو تو فیلم گلوگاه نشون داده بود که تیمم درست نشون داده بود، حالا اگر مردم همزمان این 2 تا فیلم با هم ببینن. ولی مثلا ببینید عقبه تئوریک و نظری که میشه مؤسسه تنظیم نشر آثار امام پشت این فیلم، اطلاعات غلطی که تو این قضایا داده میشه از این دست. فیلم بعدی فیلم راه آبی ابریشمه. در فیلم راه آبی ابریشم یک فیلم دریایی ساخته شده. این کارگردان علاقه خاصی به پروژه دریایی داره، این قابل تحسین، ساختن فیلم‌های دریایی، ساختن به اصطلاح اصلا زندگی توی دریا با اون حس و حالی که داره و ضعف تکنولوژی که ما در این حوزه داریم بسیار حائز اهمیته. و مقوله راه آبی ابریشم که در ایران تا چین و چند تا منطقه دیگه ساخته شده، از جهت ورود به این مضمون حائز اهمیت. این در اشل جهانی با لوکیشن های جهانی. باز برگردیم به این که مثلا شما فیلم سعادت آباد رو میسازید تو 2 تا اتاق، 6 نفرن، 3 تا خانم 3 تا آقا، این میره اون میاد، این میره تو آشپزخونه میاد بیرون، شد 1 ساعت و نیم، شد یه فیلم دیگه. بعد عواملش و عناصرش بیان جایزه بگیرن. حتی مثلا جدایی نادر از سیمین، لوکیشن محدود، یه خونه است، یک دادگاه، افراد میرن میان، فیلمبردار سختی نداره، صدا بردار دشواری نداره، کارش درسته، کار افراد نباید کم ارزش نیست. اما اینکه شما مثلا توی چند تا کشور، توی دریا، توی جنگل، توی ساحل، روی شناور، روی کشتی، اینها صدا برداریش، فیلم برداریش، بازی، گیریم، تمام اینها متفاوته. خب فیلم راه آبی ابریشم هم باز یک ورود جسورانه به یک مصداقی از انگاره‌های سینمای استراتژیکه که خب حالا بعضی اشکالات و ضعف‌ها رو داره. کاراکتر و شخصیت اصلی فیلم از آقای استفاده شده که چشماش آبیه، یعنی تیپ مدیترانه‌ای داره، یعنی شخصیت اول فیلم خیلی ایرانی نیست. و این یکی از اشکالات، یعنی انتخاب بازیگر، از خود انتخاب بازیگر اشکالات جدی وجود داره که خب متاسفانه ضربه زده به این کار. پاریس تا پاریس یک جور کپی کاری است که در قضیه از کرختارانج صورت گرفت. حالا جانبازی است، برای درمانش باید بره پاریس. قبلا توی پاریس دانشجوی پزشکی بوده، رها کرده، نیمه کاره، دختر فرانسوی بهش علاقه داشته، رها کرده، آمده رفته جبهه، بعد اونجا مشکلاتی پیدا کرده و جراحت هایی داره. حالا با دخترش، دختر نوجوانی که داره، باید بلند شه بره برای درمان. میره پیش همون دوستی که اونجا داشته. دوستش با اون خانومی که به این علاقه داشته ازدواج کرده. اون خانوم هنوز از دست این بعد از 20 سال 25 سال گله‌منده، لذا راشون نمیده خونشون. یه ایرانی خیر دیگه اونجا پیدا میشه که اصلا نمیدونیم چه کاره است، زندگی‌ها ریلکس، مرتب و ولی مناسب، صبح تا شب در اختیار اینا هم، با ماشین بنز و همه زندگی خودشون کاملا در خدمت اینها هستن. فرد میره درمان میشه. یک ژنرال فرانسوی که از جنگ جهانی دوم مونده، یک سپهبد، ژنرال 3 ستاره. این خانومش همچنان گیر این هست که دختر بچه‌ای داشتن نازی‌ها، از دست این خانوم کشیدن و کشتنش. اون دختر بچه شباهت زیادی به همین دختر بچه این آقای رزمنده ایرانی داره و موجب میشه اون خانوم روحیه بگیره، دوباره از روی ویلچر بلند شه، پیانو بنوازه. اون ژنرال ترتیباتی ایجاد میکنه، میگه ما برای صلح مبارزه با تاریکی جنگیدیم، تو هم برای صلح و مبارزه با تاریکی جنگیدی، کارت ارزشمنده. این اونجا عین همون آدم کرختارانگ شهید میشه در پاریس تا پاریس و اون آدم ژنرال فرانسوی براش پاسدار تشریفات میچینه. این مراسم تشریفاتی که یک کسی داد میزنه، یه مطالبی رو میگه و جنازه رو برمیدارن میارن توی هواپیما. خب بیشتر به نظر میرسه مثلا یک گروهی، یک اکیپی، یک تیمی از گروه‌های مثلا توریستی پاریس، شرکت‌های توریستی پاریس خواسته باشن شما فیلم تبلیغاتی درست کنید که
مثلا پاریس چه جاهای دیدنی داره، چقدر مردم همه مشکلاتشون حل، هیچکس. غربی که ما میشناسیم، اون پاریسی که ما میشناسیم، در طول 4-5 سال گذشته 10 دفعه حاشیه ریخته به متن. مردم ریختن وسط شهر، آتیش زدن، حاشیه نشینی، فقر بیداد میکنه. افرادی که یک جور شهروند درجه 2 هستن، به خصوص ایرانی ها و گروه های این چنینی، عرب ها، ایرانی ها و غیره، اونا خیلی سخت کار میکنن، خیلی زندگیاشون دشوار میگذره، ولی نمایش یک چهره ای از زندگی بی‌قلقش، همه چیز رو فرم، ریلکس، مرتب. این اگزاجره است، یک جور اغراق‌آمیزی و به اصطلاح قلوآمیز بودن خودشون نشون میده. نکته بعدی هم اینه که چرا تطهیر میکنیم ژنرال های فرانسوی رو؟ ژنرالی که در جنگ جهانی دوم بوده و رسیده به امروز، این تا به امروز برسه 2 تا جنگ استعماری رو حداقل باید در شرکت کرده باشه و الا متمرد بوده و بازنشستش نمی‌کردن. یکی جنگ الجزایر بوده که اینا توی الجزایر بیش از 1,500,000 نفر رو کشتن، همین ژنرال ها. این آدمی که تو این فیلم شما نشون میدید با درجه سپهبدی، این حتما در عصری که شیراک هم، ژاک شیراکی که دور قبل رئیس جمهورشون بود، اون موقع سوتوان بوده، اونجا آدم میکشته، خب اینا حتما همراه اون بوده. اون با تاریکی نمی‌جنگیده. شما کنار یک ژنرال خونخوار فرانسوی قرار دادن رزمنده دفاع مقدس ما رو یک جور ظلمه. چه اصراری داریم اینجوری گفتگوی تمدنی کنیم؟ یک کنار همچینی های نچسب و نامیمون، کودک این عین کودک اونا، این ژنرال با تاریکی می‌جنگیده، این رزمنده بسیجی ما هم با تاریکی می‌جنگیده. چرا این موارد رو رقم میزنیم؟ این سهل انگاری ها صدمه میزنه، این ساده انگاری ها، ساده سازی ها. نکته بعدی اینه که نبرد معروف دی ام بی ام فو در ویتنام کار فرانسویا بود. یعنی قبل از اینکه آمریکایی‌ها برن توی ویتنام شکست بخورن، فرانسوی‌ها اونجا حضور داشتن. فرانسوی‌ها قتل عام عظیمی از ویتنامیا صورت دادن. سنگین‌ترین و عظیم‌ترین نبردی که در نیمه دوم قرن 20 مطرح شد، نبرد معروف دی ام بی ام فو دیگه. در نبرد دی ام بی ام فو به قدر این نبرد سهمگین بود که فقط توی اون نیمه دوم قرن 20 فقط عملیات کربلای 5 ماه قابل مقایسه با، یعنی در یک بازه زمانی مثلا 40-50 روزه، حجم عظیم نیرویی که وارد شدن توی منطقه متراکم و میلیمتری و وجب به وجب پس میگرفتن یا به اصطلاح خاکریزها رو حفظ میکردن. اونجا ژنرال وونگوین ژیاپ در مواجهه با این ژنرال های فرانسوی شکست سختی به اینها داد. خب این کسی که سپهبده، این حتما بعد از جنگ جهانی دوم هم تو الجزایر باید میرفته، هم توی ویتنام. قرار دادن اینها، آقا نمیگم قرار، دست برداره از سر دفاع مقدس دیگه. 25 سال از جنگ میگذره، هنوز یه کسی مجروحه تو این فیلم‌ها. هنوز پسر یه شهیدی مثلا با انقلاب مشکل داره. آقا دست برداره از سر سردار و به اصطلاح پادار و دستدار و تهدار و اینا، دست بردارید. آیا ما بخوام به قول معروف در مورد دفاع مقدس اینجوری فیلم نسازید، کیو باید ببینیم؟ یا بخوام اینا رو کی؟ ما آدم دفاع مقدس مشکل داره نسل جوان در ارتباط با ما. چرا اینجوری نشون میدید که یک نسل سوخته، یک نمیدونم افرادی که موج مردن، جا موندن، کسی باشون تعامل نداره؟ شما همه اهالی سینما بیاید با هم دیگه عینک آفتابی بزنیم تو خیابونای تهران بریم ببینیم مثلا میزان تعامل با شماها بیشتره یا ماها که باقی مونده اون دوره ایم. حالا ما نه سرداریم نه تهداریم، اما همون افه های جانبازیش، همون گزاره ها، بیاد بریم ببینیم چه خبره کف جامعه. لذا یه شخصیت های به اصطلاح اگزاجره، یعنی قلوآمیز و اغراق‌آمیز و انباشت شده و متراکمی که واقعیت امروزی جامعه نیست. واقعیت امروزی چی این موارد؟ کار زیبا، خوش ساخت، کار پاریس تا پاریس، اما متاسفانه یه مشکلات محتوایی این چنینی در مضامین و در فیلمنامش. یک ژنرال غربی رو که حتما دستش به خون مردم آغشته است در ویتنام و در الجزایر و در جای دیگه، اینو بذاریم کنار یه رزمنده بسیجی دفاع مقدس. بعد بیایم مثلا فضای پاریس رو یه جوری نشون بدیم هیچ مشکلی، دردی، دردسری چیزی نیست، جامعه همه راحتن، اون ایرانی خودش رو وقف میکنه که بیاد صبح تا شب در اختیار اینا باشه. این آدرسایی که میدیم آدرسای خوبی نیست. البته خب این فیلمایی که اشاره کردم، این کارگردان‌ها در سابقه شون کارهای خیلی خوب و عمیق و ریشه داری میبینیم. یعنی گفتم که ما افراد رو بحث نمی کنیم، ما داریم در مورد اثری که تولید شده نقد میکنیم. اینکه بعضی از این کارها اشکالاتی دارن معناش این نیست که این افراد در کارهای قبلیشون هم همین اشکالات بوده. حالا
محدودیت منابع، اشکالات، خود ساختار فیلمنامه تحمیل میکنه به این افراد. ما یک اثری هم یکی دو تا اثر دفاع مقدسی ساخته شده، گلوگاه شیطان و 1359 که خب حالا تلاش‌هایی شده تو این زمینه و بایستی مورد ارزیابی قرار بگیره. یه فیلم سیاسی هم بود که این فیلم سیاسی در واقع خودش رو نشون میداد، بروز میداد. تو این مسیر ما یه فیلم سیاسی داشتیم، فیلم گزارش یک جشن. فیلم سیاسی دیگه داشتیم به نام پایان نامه. در فیلم گزارش یک جشن که قبلا اسمش بانوی شهر ما بود، خانم زهرا رهنورد و آقای میرحسین موسوی یک محلی دارن که ازدواج رقم میزنن. البته اون خانم مسئولیتشو داره. شما گیریم و چادر و پوشش اون خانم رو تا میبینید بلافاصله متوجه میشید که این خانم رهنورده و مجسمه مادری که در میدون محسنی کار گذاشته شده توسط این خانم همون توی دکور اول فیلم لو میده کار رو. بعد این خانم جشن، منظور اینجا همون انتخابات، مراسم جشن ایجاد میکنه نسل بعد. یکی از دوستانی که نسبت به تعامل نسل قبل با نسل بعد تردید داره همین دوستی است که فیلم گزارش یک جشن رو ساخته. توی فیلماش همیشه نسبت بین نسل قبل و نسل بعد این دغدغه و نگرانی رو داره که منتهاش چون با تعاملی که با افراد دور و بر خودشون دارن، بیایید یک هفته با هم دیگه میریم اینور اونور، ما صبح تا شب اینور اونور کف دانشگاه‌ها، مساجد، مدارس، کف جامعه، توی دستگاه‌های مختلف، سازمان‌های مختلف برنامه داریم. بیاید ببینید مثلا نسبت ما با نسل بعد، نسل جوان چیست؟ چرا شما فکر می‌کنید مثلا نسل بعد سرکشه، داره یه راه دیگه میره، نسل قبلی بهش ظلم کرده؟ چرا یک چنین نگاه به اصطلاح نامناسب، نگاهی که از جامعه نیست، مال یه گروه‌ها و بخش‌های به خصوصی است، همون بخشایی که پارسال تو انتخابات آمدن این مسائلی به وجود آوردن، توی 25 بهمن امسال هم همون قضیه رو شروع کردن. اونها دغدغه‌شون BBC پرشین، VOA، فارسیوان، منوتو، از این دست موارد صبح تا شب فلان وبسایت‌ها رو ببینن، صبح تا شب با دوست دختر دوست پسرشون روابط آنچنانی داشتن. مسئله اونا مسئله کف جامعه و مناسبات دیگه نیست که ما فکر کنیم آقا اینا هی بهشون ظلم شده، یه گروهی نمیدونم به نسل بعد اجحاف کردن. این حرفا چی؟ خب درست در یه چنین شرایطی حالا آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد، همون سرگرد فیلم آژانس شیشه‌ای، بعد از گذشت 10-15 سال مجددا همون سرگرد مأموریت پیدا میکنه، همون هنرپیشه با همون پرستیژ، و متاسفانه در طول 10-15 سال ارتقا درجه هم پیدا نکرده. حالا مشکلش چی بوده توی نیروی انتظامی؟ باید رفت از نیروی انتظامی پرسید. اون آقای کیانیان میاد و پلمپ کنه اینجا رو. باز همون فضا وجود داره برای پلم کردن. باز هم دختر سرهنگی که به این حکم داده بیاد اینجا، دختر اینم اومده تو مؤسسه همسریابی و جشن و ازدواج اینجا شوهر پیدا کنه. خب یه اتفاقاتی میفته، خود سرهنگه میاد پای کار، این سرگرد کنار می ایسته. اینجا دیگه ما اون نقشی که توی آژانس شیشه‌ای برای نماد اخلاق، یعنی حاج کاظم در مقابل نماد قانون، نقشی که آقای کیانیان بازی میکرد، اون نماد روبرو رو دیگه نداریم. همین نماد قانون فقط هست که اینم مستعسله، هی آوانس میده، امتیاز میده، هی لحظه لحظه این کار فاصله پیدا میکنه. خب این بانوی شهر ما با همسرش از دودکش فرار میکنن، از دودکش اون محل فرار میکنن. اونجا وقتی پلمپ میشه همه بیرون درگیر جشنن. بانوی جدیدی به وجود میاد و یک جریان و گروه جدیدی مسیر رو دست میگیرن. سیستم پلیس میاد، اون آقای سرهنگ میاد دخترش و دامادش رو بیرون میکنه، پسری که خواستگار دخترش هست، و یه بسته کارت میده دست اینا، میگه 100 متر جلوتر یه رستوران برید اونجا شامتون رو بخورید، اینجا باید پلم بشه. مردم میان بیرون و میریزن بیرون. پیام فیلم اینه که آقا بذارید اینا جایی باشن، اینا رو اینجوری میبندید، تو این مسیر میبندید، رها میشن توی خیابون و ولو میشن و اون شورش اجتماعی به وجود میاد. آخر سر هم اون خانم وقتی مراسم ازدواج انجام میشه، آقای داماد اسمش محمود رضاییه. محمود رضایی که میگیم اینجا در واقع اینقدر دیگه علنی و رو، حالا محمود احمدی نژادش با مثلا محسن رضاییش تلفیق میشه، مثلا از شق دو تا از کاندیداها که منسوب بودن به یه جناح سیاسی. اون خانومه هم ناراحت، سرش پایینه، هیچ خوشحال نیست که میخواد بله بگه. خب اون زن نماد سرزمین و عقیده است. بالاخره تو این جشن انتخابات زورکی
به عقد این محمود رضایی در اومد. بعد صحنه‌های آخرم مثلا خیلی موبایلی ضبط شده و تردید. حالا اون آقای سرگرد به اصطلاح سرماخورده کنار وایساده ناراحت، نظاره‌گر، دستاش هم به سینه‌شه. خانومی هم که حالا شد بانوی جدید شهر ما به جای خانم رهنورد، اون خانم هم صحنه رو ترک میکنه که بره حالا موج بعدی رو شروع کنه. اون موجی که اون دفعه رقم خورده بود، موج بعدیش که شروع شد 25. ما 25 رو دیدیم. بله اون موج اومد. دوستان تردید خودتون رو حل کنید. شما این جامعه تردید نداره. جامعه که تو 22 بهمن 32 میلیون نفر آمده تو خیابونای روستاها و شهرهای این مملکت، اینا تردید ندارن. شما چرا تردید دارید تو فیلماتون؟ این بنده خدا تردیدی که در مهاجر شروع کرد، اونجا اون نقشی که مرحوم ابراهیم اصغرزاده بازی کرده تردید داره. اون رزمنده بسیجی که توی جبهه تردید داره. اون تردید خود این دوست عزیزی است که این فیلم‌ها رو میسازه. این تردید میاد تا آژانس، میاد تا دوره جدید و میاد تا همین فیلم. تردید دارید که آقای میرحسین موسوی و خانم رهنورد و جریان فتنه سبز عامل دست نشانده و در واقع عوامل بیجیره و مواجب فرض کنیم استکبارن. آقا مصر، تونس شلوغ شده، آمریکا و اسرائیل و انگلیس دنبال اینن که حرکت مردم رو اونجا مهار کنن، از دیکتاتوری مثل آقای مبارک دفاع کنن. خب در به اصطلاح محیط یه بام و دو هوا، حالا اینجا برعکس، از سیستم در واقع از جریان راهپیمایی کننده و تظاهر کننده و برخورد کننده دفاع میکنن در مقابل حکومت مستقر. خب چی میشه؟ چطور آمریکایی‌ها، کاخ سفید، آقای اوباما، خانم کلینتون، بنیامین نتانیاهو و دیگران مدافع این افراد هستن که بیان تو خیابونا سنگ بزنن، شیشه بشکنن، افراد رو شهید کنن؟ اما از اون سو حاضر نیستن مردم تو میدون التحریر که آمدن این حکومت نظامی که براشون درست کردن کنار بره. دیگه واقعا هنرمند ما که میخواد معلم باشه تو جامعه رو حرکت بده، تردید باید داشته باشه. آقا در این که صراحت داشته باشه، حرف بزنید، تردید دارید. بخش چهارم در این مسیر بخش سینمای طنز بود. سینمای طنز 3 تا فیلم داشت. یکی فیلم ورود آقایان ممنوع که یک فیلم در واقع طنز فمینیستی بود. خانومی یک مدرسه مستبدانه، یک مدرسه دبیرستان دخترانه رو اداره میکنه. گروه المپیاد شیمیشون میخواد اعزام بشه. خانومی که معلم اینا بوده برای مرخصی زایمان میره، مجبور میشن معلم مرد بیارن. معلم مرد که میارن دانش آموزای دختر رو، معلمای مجرد و همه عوامل و عناصر شاخک‌های شوهریابیشون اونجا هنگ میکنه. خب بابا این توهین به خانوماست. توهین به خانوماست. این نگاه توراتیه. در تورات اینجوری آمده در داستان آفرینش. بعد از اینکه حوا ترغیب کرد آدم رو، بعد از اینکه شیطان به حوا گفت و حوا آدم رو ترغیب کرد که از میوه درخت ممنوع بخورن، شیطان شبیه یه ماری آمد و این گفتش که نفرین کرد. مثلا میگه خدا دیگه اونجا نفرین کرد. هم شیطان رو که شده بود مار، که تا آخر عالم هر راکبری دیگران مثلا بکوبن تو سره، چون دست که نداره خودش دفاع کنه دیگه. این نفرین شد که دست و پا نداشته باشه، خزنده‌ای باشه که بکوبن تو سرش، سرشو له کنن. یعنی تعبیر کشتن مار در این که بعد سر ما رو له کرد. حوا هم نفرین کرد. مثلا نفرین خدا این شد که هی بدو این شوهر گیرت نیاد، هی بری. این نگاه توراتیه دیگه. نگاهی است که تو داستان آفرینش تو تورات اومده که تو همیشه حسرت شوهر داشته باشی. حالا وقتی ما میگیم اسرائیلیات یا نگاه توراتی میاد تو هنر ما، میشه چی؟ میشه همین چیزی که شما تو این فیلم ها میبینید. زن و دختر جامعه رو بی ارزش، کم ارزش، در به در دنبال شوهر. بعد اون یارو میگه آقا من موقتی اومدم اینجا دارم کار میکنم، اگه بشه استخدام بشم، مثلا قراردادم کامل بشه. اون یه چیز دیگه داره میگه، خانومه داره میگیره که این مثلا داره ازش خواستگاری میکنه.
میره کلا دکورش رو تغییر میده، آرایشش رو تغییر میده. این برخوردهای فمینیستی این چنینی، اینا اسرائیلیاته. ریشه چنین نگاهی به زنان در مسئله شوهریابی در کتاب داستان آفرینش در تورات آمده. وهن خانوم هاست، زشته. حالا دستمایه میخواد قرار بدید برای اینکه ملت برن بخندن، مشکلی نیست. اما اینکه ما میدانیم که اینها برگرفته از یک خلق و خوی اسرائیلیات در کتب عهد عتیق اونهاست، این رو نمیتونید کتمان کنید. که ما توی اسلام و قرآن چنین نگاهی به زن داریم که زن مثلا باید یک سره نمیدونم در حسرت شوهر بمونه و هی شوهر میگن مثلا طرف نون میدوه تو کار کردن، نون میدوه اینم دنبالش، که هی شوهر میدوه زنها هم دنبالش. این که گفته شده مردا برن خواستگاری برای اینکه زنها ناز کنن، زنها مثلا بمونن مردا برن دنبالشون. حالا اینا دارن این فرهنگو معکوس میکنن که مردا مرکز عالمن، زنها باید برن دنبالشون. واقعا اینجوریه؟ ضمن این که خب تعبیر عرفا اینه که بالاخره زن جوری خدا خلق کرده که به انسان، به مرد نشون بده چجوری باید به یه عشق زمینی عادت کنه که مرکز عالم مادی باشه، تا خدا که مرکز هستیه انسان همین رو بتونه در نسبت با خدا تکرار کنه. وقتی شما یه جای اینو عوض میکنی، مردی که یاد نمیگیره عاشق بشه، یاد نمیگیره بره مثلا ناز اون خانمی رو که میخواد باشه ازدواج کنه رو بخره، خب معلومه که دیگه اون شما داری صحنه رو نشون میدید دختر دبیرستانی تا خانمای معلم و کارکنان غیر و ذالک همه دنبال اینن که اصلا کلا المپیاد شیمی تحت شعاع این قرار میگیره، میشه المپیاد به اصطلاح ازدواج. بعد تبعات فرهنگیش چیه؟ تبعات فرهنگیش اینه که باور میشه تو نسل دانش آموز دبیرستانی و راهنمایی، و لذا از اونجا شروع میکنه برای اینکه زودتر مقبول خاص و عام قرار بگیره بعد حجابی کنه، خودش رو آرایش کنه، دماغش رو عمل کنه، هزار یه بلا سر خودش بیاره تا بیرون که میره دیده بشه. چون توی فیلم ها دیده که میمونه ته این درس خوندن ها رئیس مدرسه شدنه، بعد اونجوری مجرد میمونه. خب دو تا شخصیت داره این خانم دیگه. موقعی که مدیر مستبد این مدرسه است، از مرحله‌ای که احساس میکنه این آقا میخواد بیاد خواستگاریش، کلا قیافه و دکور و سر و وضعش عوض میشه. خب پیام غیر مستقیم این فیلم اینه که از همین دوره راهنمایی دبیرستان این دکور رو برای خودتون درست کنید و این سر و وضع و پرستیژ رو تا شوهر براتون گیر بیاد. این نگاه چیزیست که بعداً حکومت مجبور میشه با پلیسش بیاد در مسئله حفظ امنیت اخلاقی مقوله‌ای به نام مسئله حجاب رو و مبارزه با بی‌حجابی و بدحجابی رو با برخورد قضایی پلیسی رقم بزنه. چون شما دارید تو کار فرهنگی زیرا اینو میزنی. درسته در انتها خانم چادری گروه با اون آقا ازدواج میکنه، درسته خانواده گرایی در انتهاش تبلیغ میشه، اما تا به اونجا برسیم خیلی باورهای دیگه تو قالب طنز جا افتاده و تثبیت شده. حالا متاسفانه توی اون مرحله هم این موارد ساخته میشه و اون بنمایه ها و این اشکالات وجود داره. مواردی مثل اخراجی های 3 که یک فیلم سیاسی طنز بود نرسید به جشنواره، فیلم های مثل مصائب چارلی رسید ولی دیگه از فرصت داوری فاصله گرفت و دیده نشد. این فضای کلی است. در طراحی استراتژیک در سیاست باید ساختار آرایش جناح‌ها و پوزیشن گروه‌ها رو بررسی کنید. در استراتژی اقتصادی، طراحی استراتژیک اقتصادی بایستی اون میزان منابعی که تولید میکنید، منابع زیرزمینی، روزمینی، ارزش کار، اون ثروت انباشت شده، وضعیت بازار سهام، بورس، مقوله بانک، میزان نقدینگی، تورم و موارد دیگر رو باید بررسی کنید که میشه برآورد محیطی. در صحنه استراتژی نظامی، در طراحی استراتژیک نظامی بایستی وضعیت محیط جغرافیایی، رودخونه است، دره است، برف، کوه، یخ، جنگل، دریاست، باتلاق و آرایش نیروهای دشمن نسبت به آرایش خودتون، اینا رو برآورد کنید. در طراحی استراتژیک اجتماعی هم همینطور، در همه حوزه‌ها. در طراحی استراتژیک فرهنگی و هنری هم
همونطوری که میبینید باید مشخص کنید میزان آرایش حریفتون در باورسازی چجوریه، خودتون داشته هاتون برای مواجهه با این باورسازی چیه. سال اکران آینده، یعنی از اول اسفند امسال تا انتهای دهه فجر سال آینده، فیلم های شاخصی که مردم میخوان ببینن براشون فرهنگ سازی بشه همینی که من تو این 2 ساعت براتون توضیح دادم. با این سطح از کار تولید شده دوستان عزیز نمیتوان به جنگ باورسوزی در واقع جریان فرهنگی جهانی که در تعارض با دین قرار داره خیلی از جاها رفت و این نیاز به چاره‌جویی و چاره‌اندیشی داره. راه چاره‌جویی و چاره‌اندیشیش اینه که کسانی که ظرفیت‌های شخصی و القاهای شخصی تو این زمینه‌ها دارن با جدیت وارد این میدون‌ها بشن. یکی از شاخص‌ترین حوزه‌هاش که کم هزینه‌تر و بنیادی‌تره مسئله فیلمنامه نویسیه. به خصوص برای خانم‌ها شغل مناسبیه. امروز که دیگه توی ایران همه خانم‌ها میرن دنبال این که راننده تریلی بشن و در واقع به اصطلاح از این کارهای خشن مرد برای اثبات مردانگی خودشون، بعضی از کارها که حوصله زنانه میبره مسئله تحقیق و پژوهش و تهیه فیلمنامه است. واقعا یک موجی بایستی ایجاد بشه و نسلی از افرادی که فیلمنامه نویس باشن بتوانند بعضی از مسائل تاریخی، بعضی از مسائل اجتماعی امروز، بعضی از مسائل اعتقادی و دینی، بعضی از گزاره‌های طنز به خصوص در حوزه کودک و نوجوان، مثلا تو امسال هیچ فیلمی برای کودک و نوجوان نبود متاسفانه، اصلا رها کردن همه کودکان رو. توی این حوزه‌ها با توجه به حوصله‌ای که خانم‌ها دارن، دقت عمل و اون ریزبینی که دارن، میتونن وقت بذارن برای این کارها. جوانید، فرصت دارید 3 سال 4 سال مطالعه کنید، فیلمنامه‌های متعدد رو ببینید، فیلمنامه نویسی یاد بگیرید، 10 بار بنویسید خراب بشه تا انشالله بتونید مثلا به فیلمنامه‌های مناسب برسید. دیدید اینقدر کفگیر اینا تا دیک خورده که همیشه موقع پخش سریال‌ها تلویزیون زیرنویس میکنه که سیما فیلم میخرد، ایده از شما، ساخت از ما. بله حالا ایشون رفته تایشو در آورده که سیما فیلم دروغ میگه، پول ندادن. حتما ببرید ثبت کنید کتابخونه ملی، به اسم خودتون چاپش کنید چون پول ایشون ندادن. این مصیبت ماست. یعنی 10 میلیارد هزینه یه فیلم سینمایی یا سریال میکنیم، مثلا به یه فیلمنامه 20 میلیون تومان هم حاضر نیستیم بدیم. لذا ما این ضعف رو داریم دوستان و این مشکل وجود داره. با این بضاعتی که امروز سینمای کشور داره، با این بضاعت نمیشه به جنگ فرینچ و لاست و 24 و ایلیس و 4420 رو مثلا پریسون بریک و دسپریت هاوس وایف و بیاد تو فیلم‌های سینماییشون، بیاد توی کارتون هاشون، تو انیمیشن هاشون و غیره رفت. برای این منظور طبیعتاً آقایون و خانم ها اونایی که استعداد دارن تو این زمینه خودشون رو محک بزنن، تلاش کنن. خوشبختانه امسال نسل جدیدی از کارگردان ها و فیلمنامه نویس ها آمده بودن. اون نگاه اولی، خب دیدید تعداد فیلم های خیلی شاخصی هم اومده بود. نگاه اولی یا 2-3 تاشون خانم‌ها و آقایون فیلماشون رسیده بود به بخش مسابقه. فیلم‌های مثل آینه های روبرو و که یه خانمی ساخته بود و اون مرکز به کار من است و مواردی از این دست، فیلم‌های اولی بودن که جوونا ساخته بودن، رسیده بود. ضرورت داره که در بخش‌های دیگه، مثلا در فیلمنامه، در بخش‌های دیگه، نسل شما با جدیت بیرون از تفنن وارد این عرصه بشه و این همه شور و شوق برای پزشک شدن و پشت کنکورهای پزشکی ایستادن رافع مشکلات نیست. جسم مردم به حد کافی امروز براش بیمارستان و پزشک و طبیب داریم. گزاره‌های روحی و فطری مردم غذای مناسب میخواد که اون غذای مناسب رو هنرمند ما رقم باید بزنه که این میدون خلأ داره. سختی هم داره، میدونم، گرسنگی هم داره، مشکلات هم داره، ولی بالاخره والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی اگر قرار شد کسی جهد کنه در راه خدا، خدا قول داده که لنهدینهم سبلنا، هدایتش کنه به سبل و راههایی که خودش تشخیص میده مصلحت اون فرد هست، راههای خود مورد نظر خدا. ما در طرح‌ریزی استراتژیک به خصوص در بخش فرهنگ و هنر بضاعت نظام رو محدود می‌بینیم. برگردم به همون مثال دفاع مقدس. بضاعت فرهنگی امروز ما برای مواجهه در جنگ نرم از بضاعت نظامی سال 59 مون در مقابل دشمن بعثی کمتره. یعنی اگه اون روز یک نارنجک تفنگی رو
یک رزمنده‌ای میگرفت بهش میگفتن چرا به این تانک شلیک نمی‌کنی، اینا اومدن همه رو له کنن، میگفت بذارید چند تاشون بیان پشت هم که از اولی بزن از آخری بره بیرون. با اون سطح بود. ما اون سطح نارنجک تفنگی رو هم در حوزه سینما، حوزه انیمیشن، حوزه به اصطلاح بازی کامپیوتری، حوزه اسباب بازی ها و غیره نداریم. واقعا نداریم، دستمون خالیه. لذا مجاهدتی از سوی نسل شما رو میطلبه، میپذیره که انشالله ما این مشکل رو بتونیم مرتفع کنیم. منصف باشیم. وقتی فیلم اینسپشن 160 میلیون دلار ساختش هزینه برده، یعنی 160 میلیارد تومان. 160 میلیارد تومان کل بودجه سالانه وزارت ارشاد، حوزه هنری، سازمان تبلیغات، سازمان فرهنگی هنری، شهرداری، بسیج و مجموعه صدا و سیما در سریال سازی و فیلم سینمایی سازی. یعنی بودجه ساخت فیلم و سریال در همه دستگاه‌های ما رو جمع کنید 160 میلیارد تومان نمیشه. اونا فقط برای یک فیلم سینماییشون 160 میلیارد تومان هزینه میکنن. یعنی فیلم ملک سلیمان 5 میلیون دلار، یعنی 5 میلیارد تومان هزینه برد که بزرگترین پروژه سینمایی جمهوری اسلامی بوده. اونای فیلم عادیشون مثل اینسپشن 160 میلیارد تومان، یعنی 160 میلیون دلار هزینه میبره. منصفانه که نگاه کنیم میبینیم وقتی این توان و امکانو به این فیلمساز میدی، نمیشه انتظار داشت که شق القمر کنه. تازه این چیزا هم دارن میسازن، این خیلی زیاده. و امروز روز سال 59. امروز خرمشهر و آبادان در معرض تهدید، هویزه و نفتشهر و سومار و مهران و اینها در معرض تهدیدن و باید مقابله کرد، باید آماده شد. نسل شما حسرت دفاع مقدس رو نداشته باشه. در دفاع مقدس نرم بایستی به کمک این هنرمندان رفت که در صحنه حضور دارن و شرایط رو براشون مهیا کرد، بنمایه‌های فکری و فیلمنامه‌ها، ایده‌ها و چارچوب‌های مناسب و رقم زد. حکومت هم بایستی توان مالی و امکانات مادی این حرکت رو برای اینا فراهم کنه تا اینا با فراغ بال بتونن به یک همچین حرکتی دست بزنن. در این برآورد استراتژیک، در این برآورد از وضعیت محیط، تو این برآورد محیطی جنبندیمون اینه که با این بضاعت ما یه روستا هم نمیتونیم پس بگیریم، چه برسه به خرمشهر به اصطلاح دفاع مقدس نرم. این یک درده. یک بار دیگه فرارسیدن هفته وحدت و میلاد مسعود مبارک پیامبر جلیل القدر اسلام رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که خدا توفیق بده به ما که آمال و آرزو و آموزه های مورد نظر پیامبر که همه در قرآن جمع شده رو امکان درک و فهمش رو داشته باشیم و همچنین امکان این رو داشته باشیم که جامعه‌ای بسازیم با بنمایه‌های نگاه قرآنی و بتوانیم از طریق ابزار هنری و رسانه‌ای قرآن رو امروز به جانهای تشنه در سراسر جهان منتقل و منعکس کنیم. ان شاء الله و السلام.